سال 2014 برای من سال پر از هیجانات بود. تمام گذشته را دور مانده و استانبول را ترک کردم. آیا پشیمان هستم؟ نه خیر. به خاطر که در گزلکوی در زیباترین قسمت دنیا بهترین آدم دنیا یعنی جمال شناختم. جمال به من لبخند را که فراموش کرده بودم و دوباره آموخت. حالا خوش هستم، راحت هستم و از همه مهمتر واقعا عاشق هستم. گزلکوی یک جای پر از هیجانات بود. ببینم در سال 2015 در این قریه زیبا با دیگه چی واقعیت روبرو میشم. حتی در اولین روز سال ببینم که چی اتفاقات خواهد افتاد. گل گل؟ گل تو با کامران چطور هستی جمال؟ کامران چطور باشم تو اینجا چی میکنی؟ آمدم که تو را بیدار کنم. کامران زود از اینجا بخی. تا تو نخیزی من نمیخیزم. کامران تا تو نخیزی من خیزتن نمیتونم. چرا؟ کامران سر پایایم شیشتی من چی قسم بخیزم زودشو برای از اینجا حالا زودشو اتاق خدا جمع میکنم. مادر چی گپ است؟ چیزی نه بچه من چای دم میکنم. خوب است خسته نباشی اما من او را نمیگم. ایره میگم. ایره میگی؟ بله مره میگه. بچه پشت تو کمی دق شده بود. گفت بیدارش کنم که هیجانی شوه. ما هم گفتم بیدارش کن. گفت که هیجانی شوه. بله. تو هم گفتی بله. بله. ماشاءالله بسیار خوب. شما میخواین مرا دیوانه بسازین؟ میخواین در این سال نو یک دیوانه دیگه به نام جمال خلق شوه؟ اما تو یک پلان داری؟ آرام باش بچه‌م آرام باش. بگی کمی آب بنوش. کمی ترسیدی یا بنوش. بنوش. کامران بعد از این نامزاد تو گفتم میشه اما از خاطر چیزی برش نگفتم. حالا که آب نوشیدی جمال کمی راحت تر شدی؟ بسیار راحت شدم. هیچ پرسا نکن کامران. تو دیگه برو دیگه تو برو. ما در جریان روز پیشت میاییم. درست هست برو. من نمیخوایم برم جمال. چه قسم پیش میایی؟ لا حول ولا قوة الا بالله کامران من او را میگم تو برو. باز من در جریان روز برات زنگ میزنم. حالا برو. حالا برو. حتما برم زنگ بزنی خب؟ برو دیگه برو. دیوانه کردی. مادر آفرین تو هم به خدا ای دختر دی گلسو به اتاق من روان کردی. آفرین. تو چی گفتم میری جمالا؟ کامران خانم اندید گفتم میشه دزم در خانه آقا یوسف سر خود دشانید مانده و خواب شده بود. چی شد حال میشرمی؟ مادر اونجا کلگی را خواب برده بود. من هیچ به یاد ندارم که کامران چطور سر خود سرشانه مانده بود خواب شده بود. هیچ چیزی را به یاد نداری؟ نه یادم نیست. تو یادت هست؟ به خدا ما هم به یاد ندارم. بیبی این موضوع دیگه بسته شده مادر. بر علاوه درباره کامران برات بگویم پدرم و آقا یوسف دیشب کدام کار کردن. حال کار را که کردن خودشان باید حلش کنن. درست از دیگهش به من هرگز و هرگز مربوط نمیشه مادر. پدرش خلاص نمیشه بچه شروع میکنه. بچهش خلاص نمیشه پدرش شروع میکنه. دخترتان کامرانه؟ با بچه ما جمال خواستگاری میکنیم. چی نظر دارین؟ دادم برش. دخترتان میدین؟ بله. نشنیدم. بله برش به تو. شما؟ درست است؟ قبول دارم. اینجا چی گفت است؟ جانم؟ صبح بخیر یک دانیم. کجاستی؟ در خانه هستم در اتاق. چطور شدی؟ نمیفهمم جمال. پایم بسیار درد داره نمیتونم تکان بخورم. تو چرا اینجا نمیایی؟ راست میگی. سلطان مادر خانه است؟ اونا خوستن. خوب است پس حالا میایم. درست است.
خب دیگه بسم الله. خدا در غضب خود گرفتارت کنه. این موتر چی قسم است دیگه؟ کم مانده بود رقص کنه. خب دیگه خدا در غضب خود گرفتارت کنه. خدا در غضب خود گرفتارت کنه بنیامین. این دیگه چه قسم موتر است؟ این دیگه چی است بیادر؟ این موتر کدام کانال خبری نداره که خبرها رو گوش کنم؟ لعنت به تو بنیامین که موترت خدا برد داره. موتر رفت. توبه دهی گل صبح بنیامین از کجا میآید؟ موتر بسم الله. بنیامین موتر رفت. تو دیوانه شدی؟ تو چی گفته میری؟ موتر رفت. عقلت از دست دادی بنیامین؟ موتر رفت. توبه تو دیوانه شدی بنیامین؟ موتر رفت. توبه صبر کن. تو چی شده بنیامین؟ موتر رفت. یا بسم الله. مادر؟ آی مادر موترم رفت. مادر تو چی شده؟ ماره نزن مادر. موترکم رفت. صبر کن برای تو بتم. توبه اوام نمانده. من میرم زوده کدم میارم. صبر کن. موتر رفت. ای جای نری منتظر ما باش. یا بسم الله الرحمن الرحیم. موتر رفت. جای نری. دختر تو از کجا آمدی؟ از خانه جمالشان. چرا؟ هیچ، گفتم ببینم که چی میکنه. خوب اما او بیچاره خواب بود. با اتاقش رفتم گفتم بیدارش کنم. مویایش نوازش داده رفتم اما در او وقت مرا گل صدا کرد. توبه خوب. بعد از او گفتم که بریم در یک جای بشینیم. اتو خدا خم کدم. اتو در پالیش شیشتم خواهر. بعد از او جمال مرا همراه پایش زد. مامده زمین افتیدم خواهر. آی ای آدم عقل خود از دست داده. والا خواهر نمیفهمم اما فکر رو انوزم طرف گل است. چی یک کار خود کردیم اما دختر آیتن چی شده خواهر؟ خواهر جان هیچ خوب نیستم. دلم بد میشه. توبه دختر نه که تو حامل هستی؟ چو باش دختر بیادب. چی شده به من بگو. دیشب وقت کامران خواهر ما بلالا جمال خواستگاری کردن من بسیار خوش شدم. از خودم پذیرایی کردم دیگه. اون چی است دختر؟ خب یعنی هر چیزی که در پیش دست مامت خوردم حالیم دلم بسیار بد میشه. باش که برم. آی چی شده دختر؟ چی شده کمال؟ آینه که مرده. چپ شد دختر خدا نگاه کنه. ثابت کنین فکر میکنم میره خواب برده. کمال بینوش گپ زد. صبر کن دختر من بینوش ببینم. آمدم کمال. بینوش جان کمه به خود آمدی جانم. باز خود فکر طرف موتر نیست نی؟ تو گریه میکنی بینوش؟ موتر از استم رفت نورتن. کاش که تیوان آواره در میدان یک قسم استاد میشدم. دستایم دو طرف باز میکدم. نمیماندم که او قسم شوه. نمیماندم که قره کشی شوه. او قره کشی نمیشد. کاش که زبانم گنگه میشد. کاش که واسه قره کشی گفتن زبانم قطع میشد. از خاطر من شد نورتن. بینوش جان گریه کن بینوش. موتر از پیشم رفت نورتن. موتر از پیشم رفت. بیا. جمال اینا برای تو است. جمال اینا بسیار مقبول هستن. تشکر. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasıl oldun? İyi misin biraz daha? Ya bilmiyorum. Daha da kötüleşiyor galiba. Çok ağrıyor. Bakmamı ister misin? Bak.
گل، من برات گفته بودم این کدام چیز جدی است. بهتر است که بریم به شفاخانه. درست است میریم اما تو اگه یک بار ببوسیش آیا دردش آرامتر خواهد شد؟ Dün gecekinden. Kızım. Gülsüm uyuyor musun sen? Fark ettim. Cemal ne yapacağız? Gülsüm. Babaanne bir dakika. چی کنیم؟ پت میشم پت میشم. درست است بیا پت شو اینجا پت شو بیا. گلسوم یک دقیقه مادر کلان. خدایا بشی اینجا بشی. گلسوم دخترم من میایم. تو خواب بودی دختره؟ نه راستش همه تو شیشته بودم. ببین کی آمده. میخوای هیجانی شوی هیجانی. صبح بخیر. صبح تو هم بخیر. بانک کان بچه یک بار پای تو را ببینه دخترم. او دکتر دندان است. درباره استخوانم میفهمه. دندانم استخوان است دیگه. پای تو هم استخوانش اوگار شده. بانک یک بار ببینه ای هم استخوان است او هم استخوان است. این میفهمه. مادر کلان نه ضرور نیست. دخترم گفتم که میفهمه. گل خواهش میکنم زد نکن. درست است ببینم ما فعلا نمیشه. مادر کلان میشه به ما 2 دقیقه وقت بدی؟ آماده نیستم لباسای ما تبدیل کنم. فهمیدم دخترم. تو لباسای تا بپوش ما بیرون میریم. باز تو صدا کو دخترم. درست است مادر کلان. حالا دیگه ما میریم. زود کالای تا تبدیل کو دخترم. مادر کلان دروازه رو بسته کو. بسته میکنم دخترم. جمال رفتن. آی احتیاط کن. چه قسم فرار میکنی؟ از روی کلکین احتیاط کن. درست است. خداحافظ گل. جمال لطفا احتیاط کن. خداحافظ. چی از جمال؟ موبایل است چوباش. خاموش نمیشه. چطور هستی سوده؟ صدایت نکشی. تو هم صدایت نکش. خداحافظ. کار میکنم. درست است. سوده برو داخل. بسیار عجیب است. چرا خدا پایان انداخت؟ خواهر جان من فکر میکردم. سوده جان چرا بدون تک کردن داخل میشی؟ میبخشی جانم من او چیزا که دیدم یعنی شیرین بیبی مادر کلانم آمد درباره یک چیز مهم گپ میزنیم تو برو. اما خواهر شما ایطور کلکین نه خیر کلکین ملکین بان فراموشش کو. پرده خراب شده بود او را جور میکردم. حالا بیرون برو. بیبی مادر کلانم آمده. فهمیدم. فهمیدی؟ بله. ها؟ شکر که بالاخره فهمیدی. بیا دیگه ما تو یک جای بیرون میریم. دکتر صاحب باید پایشه ببینه. بریم. بیا دخترم ما میریم. چپ باش. پیش از اینکه ما بیاییم جمال در اتاق بود؟ نه نبود. یعنی نبود دیگه. من چی بفهم مادر کلان من از خود کار دارم. فعلا خدافظ. چرا قار میشی؟ توبه این گلا چقدر مقبول است. این هم دهاتی تمامش از طبیعت گرفته شده. اینا را کی برات آورده؟ کسی برام ناورده کان. خودم جمعشان کردیم. کان توبه خودم نمیتونم گل جمع کنم. با همین وضعیتت تو به احتمال زیاد پای خود از کار انداختی. با این وضعیت چطور میری گل جمع میکنی؟ نه خیر کانت یک چیز نیست. جمال دیروز پای ما دید. مرا چیز نشده خوب هستم. در ضمن اگه من خوب نباشم خیلی گلا را چه قسم جمع کنم؟ خدایا ای چی مانا که جمال پایت دید؟ یعنی چی که جمال دید؟ دختر آیا تو را کسی جادو کرده؟ تو از روزی که جمال دیدی در مقابل هر نظریه مثبت، در مقابل هر نظریه علمی، در مقابل هر حقیقت و هر چیز منطقی حساسیت داری. ای چی مانا که جمال دید؟ آیا در چشمای جمال اکس ری وجود داره که با دیدن بفهمه؟ کان چی؟
بس از دیگه باز شروع نکو ولیاز خدا. من نمیخوایم که چیزی را شروع کنم گل. با تو خو هرگز. من دلم با تو میسوزه، میفهمی؟ جمال طبیعی و گل مصنوعی میخواین با یک دیگه بپیوندن، اما هیچ کدامش نمونه میکنه. واقعا متاسف هستم. کان تو از همین خاطر اینجا آمدی؟ درست است، تو با تشویش نباش، درباره من فکر نکن. درست است، من خوب هستم، پای من چیز نشده. هنوزم گپ خودم میگه. گل، تو اگه میخوایی جمال ساده را دوست داشته باشی، به نظر من از او دور باشی بهتر است، به خاطر که تو ساده نیستی و هر چیزی که ساده نباشد آخر او چیز ساده را از ساده بودنش بیرون میکنم. فهمیدی؟ چند بار کلمه ساده را استفاده کردی؟ من از اینجا برایم گل. دروازه اونجا از میخوایی برایم؟ از اینجا برایم. کان راستش معاله نمیتونم چیزی بگویم، به خاطر که تو مهمان هستی. من نمیتونم مهمان از خانه بکشم. نه خیر، دلم میشه که از اینجا برایم. یک دقیقه هم نمیتونم که اینجا باشم، فهمیدی؟ یک ثانیه هم نمیتونم اینجا باشم، فهمیدی؟ درست است کان، خیلی برو دیگه. من چی کنم؟ توبه با تو شفای عاجل میخوایم، هم از نگاه بدنی هم از نگاه روحی. چی شده کان بچه؟ ضرور نیست که من پایش ببینم سلطان مادر، به خاطر که جمال پایش دیده. میخوایم بعد از این فکر شما باشه. بعد از این اگه ضرورت بود که به شفاخانه برین، هیچ نرین، فورا جمال بخواین. او ام‌آرآی است، اندوسکوپی است، ایکس ری است، کل کارا رو یاد داره. من بعد از این مریضای خود پیش جمال روان میکنم. میبخشین دیگه، من باید برم. با امید دیدار. مواظب خودتون باشین سلطان مادر. توبه، این بچه را دیوانه ساختن. توبه، چی که پسی سر و صدا از چی هسته ای گل صبح سلطان مادر؟ دخترم صبح چی میکنه؟ کم مانده شو شوه. این چه قسم خو کردن است؟ تا شب میخوایی خو شوی؟ اما امروز روز اول سال نو است مادر کلان. هر وقت که چشمایم بسته میکنم خواب میبینم. گفتی روز اول سال نو است؟ این روز دهم است که تو میگی امروز روز اول سال نو است. این اول سال نو آخر نداره. توبه از دست شما دخترا. چی گپ شد؟ من خود چیزی نگفتم. چی میگه؟ خب پدر، مرا صداقتی اومدم. میگفتی زیاد عجله دارم. خوش بچین، بیا اینجا بشین. بیا اینجا بشین. بیا بشین. بیا. بسیار خوب. بسیار خوب. بچیم جمال، بگو پدر. صبح وقت همراه مادرت گپ زدی، گفتی من کامورانه نمیخوایم. همه تو گفتی بچه؟ من همینطور است؟ بله، همه تو گفت. گفتم پدر. تو چرا این قسم گفتی؟ میتونی دلیلشو بگویی؟ واضح میسازم پدر. بسیار ساده است، به خاطر که نمیخوایم. از او خاطر. همی بود واضح ساختنت. پدرت راست میگه، همی توضیح دادنت بود. بله، همی توضیح بود، مختصر و مفید. همه قبول. نمیخوایم. تو نمیشه. پدرت راست میگه، تو نمیشه. توبه، اما چرا نمیشه مادر؟ کاش که شما با من کم توضیح بتین. چرا نمیشه؟ بچه دختره دبین کل مردم خواستگاری کردیم، کلگی شنیده. بعد از یک عقب نشینی کنیم یا به خانواده ما خوب میگه. پدرت راست میگه، خوب نمیگه. عزت آبروی ما با دو پیسه میشه باشیم. پدرت راست میگه، با دو پیسه میشیم. توبه، یا من نمیتونم توضیح باتم یا که شما نمیخواین بفهمین. ما کامورانه نمیخوایم. شما از اول تا آخری گپم میفهمین. نمیخوایم. اما قدگه بچیم تو نمیفهمی. من 100 بار برای دیگه گفتیم وقت عروسی کدی برات عادی میشه. وقت عروسی کدی همراه او زن عادت میکنی. در فکر داشته باش. وقت عروسی کدی عادت میکنی، خوب نیست هر بار تکرار. پدرت راست میگه، میخوای همیشه این گپا رو بگوییم؟ یارا مادر، پدر، شما بدونی که از ما پرسان کنین او دختر خواستگاری میکنین. آدم یک دفعه پرسان میکنه که آیا این دختر میگیری یا نمیگیری. شما پشت این کارا کردم میرن، مام جواب رد دادم میرم. دیگه چی کنم؟ اینه ببین، تو با زبان خودی که گفتی همیشه یک چیز تکرار کرده میری. ما مادرت و پدرت فکر کردیم که بهترین انتخاب بچه ما چی است، زیباترین انتخاب چی است، خوبترینش چی است، مفیدترینش چی است. تصمیم خود گرفتیم و تو تنها باید دیره درک کنی بچه. پدرت راست میگه، ما خوبترین چیز برات پیدا کردیم. به عنوان پدر و مادرت ما از تو کده بهتر میفهمیم. راست میگه. والا هیچ ددل نگیرین.
من نمیخوایم همراه کامران عروسی کنم. نمیخوایم مادر. نمیخوایم. میخوایی نه پدر نمیخوایم. نه نمیخوایم. اما ها اگر شما میگن ما حتما میخوایم کامران عروسی خانه شوه، همیشه پیش چشم ما باشه، همیشه او رو ببینیم، درست است بگیرینش ده قسمتی خانه بانینش، اما با ما هیچ کار نداشته باشه، به خاطر که من کامران ماموران نمیخوایم. جمال او دخترای خانم بزرگ سیبال جان خواستگاری کده. سیبال جان خواستگاری کده. گپ پدرت گوش کن. زن بیچاره گفت در روسیشون مرا خبر کنین بچیم، میایم در روسیشون شاهد نکاحشون میباشم. یک دو آهنگم برام دوش از شیش بخواد. گفتم که آهنگ نام تدکو نوشته میکنم و برشان بخوان. وام قبول کرده. حتی گفت که آهنگ گالاتارم برشان میخوانم. من این فرمایش ندادم. این آهنگ نشنیدیم. یوسف فرمایشان. یوسف آهنگ گالاتار خواست. من این گپ نگفتم. اسنو چرا من درباره چیزا نمیفهمم؟ درباره چی؟ یعنی او از گالاتا میآید دیگه چیزا، او زن شاهد نکاح میشه و غیره. سیبل جان از گالاتا است؟ سیبل جان میگی؟ من ایره نمیفهمیدم. سیبل جان او ای گپا را پد کده بود که مرا متعجب بساز زنه که چیز که حالا یوسف گفت که حتما باید بریم همراه سیبل جان گپ بزنیم، همراهش گپ بزنیم. من گفتم یوسف نکو ضرور نیست. او اصرار کرد به خاطر که پشت مرا ایلا کنم. ما رفتم کدش، از او خاطر ما رفتیم موترش چیز دارنه از چی سالون داره. اونجا رفتیم تو برش گفتیم که خانم سیبل اولادای ما تو راست یک دیگه خدا خوش دارن. از این گپا او زن بیچاره ما رو گفت که شما تشویش نکنین، زیاد احترام کرد بیچاره. با ما گفت که خیمه دنکایشانم میایم، شاهد نکایشانم میباشم، برشان آهنگم میخوانم. کلی گپا رو خودش به زبان خود نمیخوایم. نه یا آهنگ نخونه، مازو خوشم نمی. راست میگی مادرم راست میگه. هیچ ضرورت نیست که سیبل جان اینجا بیایه، حتی با گرفتن نکاح و محفل عروسی هم هیچ ضرورت نیست. تو موضوع رو چرا دیگه طرف میبری؟ چرا میبری؟ تو موضوع دودو موضوع یا همی بوده. بسیار میبخشی اما ببین یا موضوع همی بوده، موضوع ما همی بوده، موضوع ما سیبل جان بود. اول جمال و کامران آماده شون که با هم دیگه عروسی کنن. باز وقت ای بار گپ میزنیم جانم، ای بار دیگه وقت گپ میزنیم کی بیاید کی نیاید، کی آهنگ بخونه چی نخونه. حال موضوع اینه جانم. علاج کو. فکر میکنم که تو از او زیاد خوشت آمده. زیاد. خدایا. کلگی او را دوست دارن. فکر میکنم از مکده و زنه زیاد خوش داری. خب دیگه البته یوسفم خدا جزایت بده. من قدر وقت امروی تو یک جای بودم، تو حال سیبل جان گفته میری. خدا لعنتت کنه. خدا من چی گفتم بابا؟ من چی گفتم؟ چرا چخ میکنی؟ والا من از کلگی توقع داشتم اما از تو هیچ توقع نداشتم. در این سن و سال مادر ما گریه دادی، هیچ کار خوب نکردی پدر، هیچ کار خوب نکردی. درست است. چرا موضوع دیگه طرف میبری؟ جمال تو من خواهی چیز نفهمیدم. با خدا قسم است که ما چیز نفهمیدم پدر. تو که بفهمی من تعجب میکنم بچه من که نفهمم کلی تو کار میکنه که بفهمی. والله من تنها یک چیز فهمیدم پدر، او همی است که جمال لالایم کامران خواهر هرگز نمیگیرم. بخیز گم شو، بخی بریم یک قهوه بیار. گم شو، برو زود باش، زود برو، گم شو برو. زن مرا بیبی، فکر کنم تو کمی وزن گرفتی. من؟ بله. نه نمیفهمم. گرفتی زمستان است، لباس های دبل میپوشم به تو مالم شدم. من تو را میشناسم. گفتم که چاق شدی. گفتم که نشدیم. من از اول همو تو هستم نمیفهمی یوسف. سیبل جانم چاق است اما او را خوب دوست داری. او مقبوله که خومیزه با او خوب میگه با من خوب نمیگه. اما ترس زن مرا بیبی، تو ده سن و سال خود همراه سیبل جان مقایسه میکنی ها؟ مقایسه نمیکنم یوسف، هیچ مقایسه نمیکنم. بله چاق شدیم، بعد از یام چاق شده میرم. زیاد که بخوری بیاز و چاق میشی. باید مواظب خوردن و نوشیدنت باشی.
توبه کردیم خدایا. خودم رای سیبل جان مقایسه میکنه. توبه. چی یک بده کردم. گوش کو بنیامین، وقت تو ناراحت میشدی چرا در قرعه کشی موتر خود جایزه موندی؟ نمیفهمم نورتن. اون وقت نمیفهمیدم که تو میشه. یک اشتباهم سر زد دیگه. خوب دیگه هرچی که شد دیگه بینوش. نورتن هیچ باور کردن نمیتونستم که نبودن آتش پرچم برام یک مشکل باشه. او هم به کسی برآمد که در تمام قریه تنها از همون نفرت دارم، یعنی نیازی. نه شهید است نه غازی، بنیامین شده نیازی. مرا بیبی بنیامین، تو چرا قمرای نیازی قصد داری؟ چیزی نیست. چی بگویم؟ چی از دیگه ازش بسیار بدم میایه. اعصابم سرش خراب میشه. خوشم نمیایه. مغرور در قریه میگرده فقط که کل چیز از او باشه. خوشم نمیایه. از او خاطر ازش نفرت دارم. پشتش نگرد. اما تو پیسه جمع کردی. حالا میتونی بری به قونیه چیزای زیاده بخری، سر اونا تجارت بکو. یک موتر جدید بخواد بخر. حالا راحت باش، فکرت آرام بساز. جگرخون نباش دیگه جگرخون. نورتن چی میکنی؟ نزن. نمیتونم آرام باشم. فکر میکنی من خود نمایی میکنم؟ باور کو که خوب نیستم. من باید برم پیش یک دکتر روحی. خود کاملا از دست دادم. لطفا نورتن. چی میگی موتر مزه زدم از خاطر رویم خراب شده. تو چی خود گفتی بعد؟ توبه نورتن. بله همه تو میگم آتش پرچم از پیشم رفت رویم از دست دادم. خوب نیستم نورتن. قصرم گپ نزن لطفا. درست است کمه که خوب شدی باز با هم گپ میزنیم. صحیح، اما دعا کو که شفاسترین نشم. او چیز بینوش؟ یک مریضی روی است. نه تو چی میگی؟ خدا نگاه کنه. این باور کو راست میگم. اگه تا شام کل شما را خود کشتم. بنیامین کم گپای خوب بزن. این چه قسم گپ زدن است؟ ان شاء الله نمیشه. بیا که درباره طفل گپ بزنیم. او چیز موتر میه؟ نه بینوش من خود چیزی نمیبینم. باور کو من فکر میکنم که از این موتر میبرم. تو هر طرف نبین درباره موتر فکر مرا پیش اگم دکتر ببر. بنیامین تا اومدنم همینجا باشی جای نری. درست است؟ من پس صحیح فکر نمیکنم. بسیار مقبول آمدن. بله اما اینا را بنیامین نبینه فکر خود کرد که بزد او عکس گرفتیم. باز بسیار ناراحت میشه. نه جانم تو نمیشه. تشویش نکن. محترم پیام روان کرده. یا پاک پروردگار، از چیزی که میترسیدم سرم آمد. محترمم رفت نه حالم رفت. نیازی به خاطر دیشب بسیار زیاد تشکر. همه چیز بسیار عالی بود. خوش شدم که خوشت آمد. خوشم آمد. تو چی میگی؟ کم بود ظرف کنم. در ضمن تو با کمال تواضع امتیازی را که گرفته بودی به من دادی جانم. تو چی میگی جانم؟ تمام آمادگی ها را تو گرفته بودی. من فقط گپای تو را تطبیق میکردم. چرا باید امتیازها را به خود بگیرم؟ بسیار خوب. اما میتونستی امتیازش به خود بگیری. در آینده رأی مردم از خود کنی. دیگه چی گپ است؟ در کجا دیدی که یک سیاستمدار امتیازات یک شخص دیگر را به خود گرفته باشه و رأی مردم جمع کرده باشه؟ تو نمیشه. تو هم راست میگی. تا حال ندیدیم. اما میفهمی به خاطر چی کم ناراحت هستم؟ ما از دست کارا و برنامه‌ریزی‌ها نتونستیم بشینیم و با هم گپ بزنیم. به خدا راست میگی نیازی. من کمی خوشحالی کردم اما قسم از قسمی که میخواستم لذت نبردم. بیازو همیشه اما تو میشه یک نفر زحمت میکشه دیگرها خوش میگذرانن. خب دیگه من میخوایم بگویم که به خاطر گرفتن قصد شب گذشته امشب ما و تو تک و تنها با هم غذای شب بخوریم. نظر چی است؟ خوب میشه. بسیار خوب میشه. خستگی ما هم رفت خود شد. اما ای بار امتیاز ای کار به من بده. درست است. قبول است. صبر کو چند قطعه عکس دگان بگیریم. درست است. باش که مویای ما جور کنم یک دقیقه. اینه قهوه ما آوردم. بیار دخترم بیار. قهوه بسیار خوب است. نه مادر من قهوه نمی نوشم. او را شما به کمال بتین. من کمه عذاب نعنا و لیمو می نوشم. درست است. بیگه دختر نه خدا دلکم بد شده میره. وضعیت ها بسیار خراب است. خدا بینوشم بسیار بد است. چرا دختر؟ وام زیاد خورده؟ نه از او خاطر نیست. از وقتی که موتر خود از دست داده روی خودم از دست داده. بعد از رفتن موتر اینقدر جگرخون است که هیچ پرسان نکنیم. خوش آمدی جانم. خوش باشی. اینا را چی شده؟ مهم نیست. از خاطر دیشب تو شده. خب او چی است؟ من نمیفهمم دودو. همه تو قرار شیشته. اعصاب جمال کمی آرام شد؟ ما چی بفهمم دختره؟ چرا جانم؟ چی شده؟ باز میگه که همراه کامران عروسی نمیکنم. او خدا.
بله توبه دختر، تو باید عکس او طفل چاپ میکردی و به من میدادی و من در دیوار نصبش میکردم. فکر بچیم کمی تغییر میکرد، کلش به خاطر تو شده. درسته. دودو راست میگه نورتن، چرا او عکس چاپ نمیکنی ها؟ مادر به خدا هیچ وقت پیدا نکردم که چاپ کنم، من حلش میکنم. ها پدرم اومد. چوب باشین، کلتان چوب باشین که یوسف گفای ما را نشنوه. چی شده؟ کمال اونجاست. اینجاست. چی کار داری؟ همراهش کمی کار داره. پدر میدش کم خوب نیست. دیشب تا که تانست نوشید. برش بگو بیا خدم زده هوای تازه چیز بگیر. اینجا هوای تازه است. دختر سر اینجا بسته است، باید به یگان جای آزاد بریم که فکرش به سرش بیا. اینجا بیا. خوش آمدی دودو خواهر. خوش باشی یوسف بیادر. زودشو بیا. الاکو بیخی ربات واری شدی. بریم احمق لوده گوشو. خب میرم دیگه کار نشو. رفتن. قصد کجا بود؟ ها قصه ما درباره وکس بود. وکس چاپ میکنم، درست است؟ دخترا بخیالم که کدام کسی بچه ما جادو کرده. آی دودو تو این گپار از کجا میکنی؟ دختر بچیم هیچ وقت گپ پدر و مادر خود در زمین نمینداخت. آلی نمیگه، مخالفت میکنه. آی خاله دودو این کار آسان است. پیش خانم آیشه میریم که ببینه چی شدش. نورتن راست میگه. دختر میریم پرسون میکنیم، اگر چیزی نباشه راحت میشیم، اگر باشه یک چاره برش پیدا میکنیم. میریم. خوب میشه که بریم ببینیم. من اتو راحت میشم. در ضمن فهمیدنی که جمال جادو کردن یا نکردن حق ما است که بفهمم. ما نیست. کامران مرا بیبی تو حال مستقیم برو پیش دکتر دندان، عکس و طفل چاپ کو و پس بیا. ما میریم پیش خانم عایشه تا از پشت ما خود زود برسان. درست است؟ درست است. خوب است. درست است. من همین عکس ایمیل میکنم، با قایقان نول میکنم. مرا بیبی حالا مام دیگه حرکت کنیم، زود باشین. درست است. حالا بریم. زود شوین. حالا دیگه بچه چی شده؟ بچه ما حتما جادو کردن. دودو جان صبر یک چند دقیقه. درست است. صبر کنین، منتظر مام باشین. میگه جمال دیده. این جمال چه قسم آدم است؟ فقط بگوی که او آدم در تمام رشته‌ها پروفسور است، در چشمایش هم ایکس ری داره. او آدم سوپرمن است. وقتی که قابلیت دید درونی داره ما ناق زحمت کشیدیم دانشگاه خوانده. توبه کردم خدایا، این دختر عقل خود از دست داده و یقینا پایش هم از دست میته. یقینا پایش از دست خواهد داد. میگه جمال دیده. این دختر چی شده؟ من خود نفهمیدم. نشه که این دختر جادو کرده باشن. شاید این کار کرده باشن. حتما همه تو کردن. اینجا قریه کوچک است، هیچ چیز غیر قابل تصور نیست. حتما جادو کردن. توبه کردم خدایا، بیخی کور شده دیگه، چیزی نشده. متوجه هیچ چیزی نیست. جمال بس است دیگه. بیادر. اوه 26,000 چی است بیادر؟ آدم همراهش موتر میخره. بیادر ما در زندگی به هیچ کسی پیسه مصرف نکردیم. در 4 سال که همراه گل بودم برش 26,000 مصرف نکردیم بیادر. موبایل؟ این چه قسم موبایل است که قیمت است؟ توبه کردم خدایا. بیادر کامران بیبی، تو چه قسم آدم هستی کامران؟ سلام. آدم خوبه که یاد کنی پیشت پیدا میشه. زود بشی. درباره من فکر میکردی؟ غیبت تو رو میکردم. میگفتم این دختر چی شد که امروز هیچ اینجا نامد. اینا بلای ما هستن؟ خواهرم یادش رفت که برات بگویم. من یک موبایلم خریده بودم. دیدم کامران، دیدم موبایلم گرفتی. بله. خب چی است؟ مین خواهرم برات ایمین روان کرده، همون را باید چاپ کنی. چی؟ ایمین. ایمیل. او را باید چاپ کنی. عاجل است، بسیار عاجل است. ای چرا باید عاجل باشه؟ میریم پیش ملا، میبینیم که کسی جادو نکرده باشه. گفتی جادو؟ جادو. پس درست شنیدم. خیلی بسیار چیز مهم است، باید زیاد منتظر نمانی. بله بیادر، جادو کردن. حدس میزدم. اینا چقدر کارای کثیف میکنن، بسیار کارای کثیف میکنن.
همیال کسی نیست، میتونیم زود بریم. درست است میریم، اما تو اولی رو بگو که خانواده تو چی بگوین دیگه؟ عین گپا را گفتن، مام عین گپا را گفتم. بالاخره درباره عین چیزا گپ زدیم. درست است، تخمین کردم میتونم، اما میخوایم بفهمم تو چی گفتی. گپای اونا رو تخمین زدم میتونیم، اما نمیفهمی که من چی گفتم. اما تو نیست؟ درست است میفهمم، اما میخوایم از تو بشنوم. درست است. من گفتم گل بسیار دوست دارم. خب ایرام گفتی که گل تو را چه زیاد دوست داره؟ میخوایم بشنوم. حسنو جان او بچه حسنو، توبه یادم چی شده؟ حسنو جان کجاستی؟ توبه یادم کجاست؟ آقا چرا مرا اینجا آوردی؟ بیخی دلم بد میشه. چون باش، باید با ای بوی عادت کنی، به خاطر که بعد از ای بوی زیاد ببینید خواد خورده. نکن مذاب باز خواد فهمیدی. بله یوسف جان، چی کردی؟ ما منتظر تو هستیم و بدر. وای حسنو جان، ما منتظر تو هستیم، کجاستی که اش دیده نمیشی؟ نعمت باقای تو آمدیم، بیادر. ما هم به طویله تو آمدم، گفتم شاید اینجا باشی، زود چو بیا اینجا. تو بیا با باغ ده اینجا همراهت کم گپ میزنم لالا جان، زود بیا کارت دارم بیادر. ما میخواستم درباره یک چیز مهم در طویله همراهت گپ بزنم. خدا جان، دفعه پیش تو مرا در طویله خواستیم، ما اومدم. تو مال بیا با باغ زیتون بیا ببین، اگه نیایی باز ازت بسیار توبه کو بچیم، چه قسم گپ میزنی؟ تو قدم هستی و تو ضرورت دارم. درست است، تو قد کو معالم میایی. درست است، خداحافظ. پدر من خواهی چیزا نفهمیدم، چرا ما و تو در باغ زیتون آمدیم ها؟ جلال بچیم تو کدام وقت چیز نفهمیدی که را بفهمی؟ پدر من هیچ چیزا نمیفهمم. بچیم وقتش نرسیده که بعضی چیزا رو از خود بفهمی. مثلا میگن دوای بارانی چی کنی؟ باید چتری بگیری، به خدرم نمیفهمی. آیسا باید بفهمی دیگه. آلی باران خود نمیباره. آیشه خواهر، فکر میکنم بچه ما جادو کرده. از کجا فهمیدی او را جادو کرده؟ این مادر جمال است، چطور نفهمه خاله؟ راست میگه میفهمه، برش قصک و دودو. بچیم هیچ وقت گپ پدر و مادرش در زمین نمینداخت، آل مخالفت میکنه. توبه کو خواهر، به خدا همینجا منتظر باشن، همیاله میایم. تشویش نکنین. نا وقت خود نشد نه ماما میال آمدیم دختر. نواسه ما ببینین، این مقبولی را ببینین، ما ایره دا دیوار خانه بند میکنم. ببینین که او وقت چه قسم دلش نرم خواد شد. نورتن دختره، تام با ما یک نواسه بیار دیگه. درست است مادر جان. این مقبولی را ببینین. مقبول است شیرینکه. جمال یالا 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 یالا. امان 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 توبه، امان 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 توبه، امان 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 توبه، امان 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 توبه، امان 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 توبه، امان 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 توبه، امان 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 توبه، امان 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 توبه.
جمال جادو مادو چیزی نشده. چطور نشده؟ این امکان نداره. به نظرم جادو شده. خوب دیدین خانم فالبین؟ خوب دیدم. جادو مادو نشده. گناه کسی را به گردن نگیرین. بچه پاک و ستر است. اوه خدا، باور کنین بسیار خوش شدم. مچم کلی موتر گرفتم یا نه؟ دروازه از چی قسمی بسته میشه؟ ماندنم باشی سما. خوش آمدی نیازی بیادر. خوش باشی. من ازت یک چیز پرسان میکردم. تو رقص کردن یاد داری سما؟ آی چطور یاد ندارم، رقص کارم است. هر نوش. خدا در غضب خود گرفتارت کن، آرام باش. تو رقص 2 نفره رو یاد داری؟ قسمی که هست. ها او را یاد دارم. چرا؟ در اون صورت با ما یاد میتی؟ آی چطور یاد نمیتونم؟ البته که یاد میتونم. راستی؟ یعنی من میتونم یاد بگیرم؟ آی البته که یاد میگیری. چرا یاد نگیری؟ امتحان میکنی؟ یاد میگیرم نه؟ حالا بیا. سایز بیا که بریم. دودو خواهر، فالبین میگه جادو مادو نشده. میفهمم باید با جمال یک کاری کنیم، اما نمیفهمم چی کنیم. خواهر میفهمی یک چیزه به فکر ما آمده بگویم؟ بگو چی از دختر؟ اما اونا رو خانه روان کنه. مادر شما برین، ما از پشتتان میاییم. درست است دخترایم، بخیر بیاییم. بخیر برین. خب حال میگم که چی میگی دختر؟ اگه من سر جمال تومت کنم چی خواد شد؟ چی میشه؟ مجبور میشه که همراهی تروسی کنه. آها ماما میره میگم خی سر جمال تومت میکنم. تو چه قسم گپ میزنی دختر؟ به خدا که پایت مشکنانم. آی خواهر براستی خونه میگم. خب یک پلان میسازیم دیگه. ها اگه این پلانت افشا شوه باز چی میکنی؟ چیز نه، یک نتیجه حقیقی را آماده میکنیم خواهر. یک خانم حامله را پیدا میکنیم، معاینات او را میگیریم، بعد از او به شفاخانه میریم، بعدا نتیجه ها را تبدیل میکنیم. بعدا وقتی که نتیجه معاینات را تبدیل کردیم نتیجه را میگیریم که نشان میده ما حامل هستم. با خدا در این باره فکر شیطانم کار نمیکنه. خب ما آخر خواهر کی هستم بگم؟ درست است. اگه ظاهرا معلوم نشه کامل هستی، باز کدام سنگ سیار در فرقت میزنی دختر؟ اوه خواهر جان، تا وقتی که جمال خبر شوه گل وقت او را رها کرده به استانبول میره. یک بار من همراه جمال عروسی کنم، بعد از او میگم که نتیجه ها تبدیل شده بود دیگه. بسیار گپ خوب از دختر، اما جمال خواد فهمید که تو دروغ میگی و همگی اینا گپای ناقص. دهو بارم فکر کردیم خواهر. او شو که جمال خانه ما بود یادت هست نه؟ ما او شب بهانه ساخته سر جمال تو کامران دختر تو چقدر بد است حال فهمیدم. آی نه خواهر جان من بد نیستم، فقط اما تو میگم اما جمال بیهوش بود، هیچ چیز به یاد نداره. اونجا در یک خواب عمیق رفته بود و ای که میفهمی گل کس نه؟ او وقت ما را با هم دیده بود، کان برش گفته بود. ها پس خوب است. فقط یک مشکل کوچک مانده که یک خانم حامله پیدا کنیم. بله خواهر. او را از کجا پیدا کنیم دختر؟ اوف بیبی جانم خودش پیش ما آمد. یک اشاره است. چطور هستی خانم فاطمه؟ خوب هستم نورتان. خوب هستم. با این وضعیت چطور هستی؟ خوب هستم. چطور باشی؟ تو از کجا آمدی؟ از بازار آمدم. ها دختر تو ماینه چیز کدی؟ ماینه چی دختر؟ او چی است؟ چیز ماینه حاملگی میگفتم او را. حاملگی چی دختر؟ میبینی که حامل هست. خوب است. نه به خاطر دیگه چیز گفتم دختر. او به خاطر که در حاملگی کدام مشکل پیش نبیه از او خاطر. باید ماینه شوی. ها ماینه کردی؟ نه ماینه نکردی. پیشت پیس هست که به شفاخانه بریم و ماینه کنیم؟ ها بیبی اگر نیست پیش ما است. خوب است. ما میخواستیم که به شفاخانه بریم. تو برو خانه و به شوهرت بگو که به خاطر ماینه به شفاخانه میریم. ما اینجا منتظرت میباشیم. فقط دمقه این قسم میشه؟ البته که میشه. بیا زمان به شفاخانه میریم. از را ما نتیجه ماینه تو نمیاریم. خدا بسیار خوب است. زنده باشین. من فورا میرم و کارت میارم. حالا دیگه عجله تا لطی زود شد. آی کامران میبینی؟ کارو ما میشه خواهر میکنم میشه. های چی است؟ ترسیدم دختر. ترکتور کافا است. او دکتر کان نیست؟ امو است. او چی میکنه؟ سلام دکتر. سلام. چی میکنی؟ خب راستش کمره را نو خریدم.
به خاطر آزمایش عکس مورچه را میگیرم. بله عکس مورچه را میگیرم. تو حال او گپ مورچه را بان. ما را به شفاخانه میبری حالا دیگه. پس رفتم موتر میارم. ها البته شما هر چی که بخواین من انجامتون. بیازو من اینجا به خاطر خدمت کردن به شما آمده. منتظرم باشین. درست است من زود پس میارم. زنده باشی خیر ببینی. خداوند کمکت نکنه. دختر مرا بیبی هیچ نمیپرسه که کجا و به خاطر چی میرین. یا بسیار عجیب است. همونجا است نه؟ حسنو جانم یوسف جان خوش آمدی لالا. چرا قبلا برم نگفتی که امروز با دیدن زیتونای من میایی؟ قبلا میگفتی که ازت خوب پذیرایی میکردم، زیر پایت گل پاش میدادم که به اینجا قدم این ماندی. قسم نگو دوستم. روز قبل وقتی که تو با طویل آمدی قسمی که من میخواستم ازت پذیرایی نتونستم. قسم نگو قسم. ازم خوب پذیرایی کردی. من او را هیچ فراموش نمیکنم. وقت آمدن 2 نوشیدنی برات خریدم. بگیره باسکو که بنوشیم با کوکو سنویت بته. بتش. بگی بچیم. یوسف جان عسکری بچیم جلال بسیار نزدیک شده و خیر میره. انشالله. حال وقتی که با عسکری بره در مصاحبه خود بگوه که ما از این قریه آمدیم. نه از باغبانی چیز میفهمه، نه زیتون پاک کردن یاد داره، نه کار یاد داره. از این کارا هیچ کدامش یاد نداره. اونجا چی خود گفت؟ به خدا ما میخواستم دمی باره همراهیت گپ بزنم. کمال ما کار خوب یاد داره. بعد از او خوب زیتونان پاک میتونه، اما در کارهای گوداری هیچ چیز نمیفهمه. به زودی هم به عسکری خود رفت. وقتی برش بگه بچه اینجا بیا، تو از قریه آمدی بگی گو بودوش، ای تو چشمایش لخ سیل کرده دانش باز بانه. اما تو چی میگی؟ هیچ یاد نداره. تو برش یاد بده. یوسف این جوانا به درد صابون جور کردن هم نمیفهمم. بهتر است تو جلاله پیشت گرفته این طرف و او طرف ببریش و برایش کار یاد بدی. زیتون سرش پاک کنی و سرش درخت‌ها را بته کنی. حداقل یک چیز خواهی یاد بگیره. چی نظر؟ راست میگی. وقتی که اولادا بسکری میرن آبرویشان نره. راست میگی. پس گوشت و پوست جلالم از تو باشه. امتحانش کن. گوشت کمالام از تو، استخوانش از من. حالا تبریک باشه. بگی باشی من نوشیدمی از تو باشه. درست از تو بنوش حالا. دوستم بسیار زیتون ها زیاد شده. نام خدا خوب زیتون کردن. امسال بسیار نام خدا پر برکت باشه. ماشاءالله. محترم رفت، محترکم رفت، کلان محترم رفت. طرف ما سیل داره؟ چرا سیل داری؟ کتی قواری بدشگونت، فیلک بدشگون. سیل نکو. اگه اصابم خراب شد دانو بینیت امش کنانم. باور که دانو بینیت شکستان دیلایت میکنم که کده بری بعد از واس کت خلطوم کشالت. محترم رفت. یازنه درکت میکنم، اما پرنده بیچاره چی گناه داره؟ فقط که میفهمه. از کجا بفهمم موترت از دست دادی؟ با تو چی؟ نه که وکیلی ازی هستی. باور که حالتم خراب شده. بی حتی امروی این مرغ گپ میزنم. خدایا یه هنوزم طرف مسائل داره. نورتن تو کجاستی؟ حالت روانیم خراب شده. چند ساعت میشه که امروی لبوری کشال گپ میزنم. چی میشه؟ مرا پیش دکتر مکتر ببر که میمورم. درست است. من به خاطر که تو را پیش دکتر ببرم رفتم که امروی دکتر گپ بزنم. بس فامیلی کس با تو هم ایران هستم. کاش که تو هیچ زنم نمی بودی. تو هیچ دقیقه من نیستی. حالت روانی مرا به دکتر دندان چی؟ دندانم خود درد نمیکنه زنکا. نه جانم، ده موتر او میریم. کمالا پدرم برده. تو با این حالتت را زندگی کردن نمیتونی از او خاطر. بیبی بازم موتر میگم. موتر نگو نورتن. موتر نگو. موتر رفت نورتن. موتر رفت. ما تباه شدم. موترم از دستم رفت. آیتن وضعیت یه خوب بیخی خراب شده. مادرمشان کجا؟ اونا خانه خاله دودویشان رفتن. شام کلگی با هم غذا میخوریم. آی خداوند محبت ما را زیاد کنه. هر شب زیاد کنه. بله مهمانی زیاد شده. تو خوب سعی کن. من اینجا کم از دیوانه شوم و برم پلاستیک جمع کنم. یا در غم میمانی موندن. من میگم میمانی زارتان شوه. زارت شوه. درست است جانم. بیبی دکتر آمد. طرف ما بیبی دختر. تو از داخل دستکول خدا و دستکول مرا گرفته. بیا هر دوش بیار. ما بینوش ما موتر میشانم. بخی جانم حالا دیگه. لطفاً من سری لبوری کشال بیچاره چیغ زدم. من مرا ببخش بچم ببخش. چرا قار میشی بچم؟ خوب میفهمی که لبوری من سوجه به کشال است. لطفاً مرا از اینجا ببرگنی دانو بینیشو میده میکنم. گپای یازنی ما بدل نگی. وضعیتش خراب.
درست است، تو برو. سعید تو برو داخل، من منتظر کاموران میباشم. سعید زود بیایی. خواهر آمدم. دختر بوتل چی کدی؟ دستکول تو ماندم. آی چی میکدم؟ میفهمی که من دستکول ندارم، بیکت دارم. به از او اگر دستکولم داشته باشم یگان جای فراموشش میکنم. خوب است که میگی نورتن، تو فراموش میکنی. حالا بیا که بریم. درست است. آها حالا بیا همراه مرخ کن. راست است تا چو؟ این راست است تا شدم. طرف چشمان بیبی؟ این قسم نه، راست. طرف راست میریم. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. حالا ببین 1 2 3 1 این رقم است. 1 2 3 1 2. خود درست گرفتی؟ حالا از اول شروع میکنیم. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. خیرت از چور اینجا آمدی؟ با تو چی لوده؟ بس ما توفه آوردیم. تو چرا آمدی؟ ما هم توفه آوردیم. خوب است. اول نمیرم. برو دیوانه احمق. ببین اونا رقص میکنن. عالی زیاد گرفته. به خاطر که سیاستمدار هستم زود یاد میگیرم. خیر است. اوه حالا میایم. ابا تو آره بیبی. من خیلی دیدن نمیتونم به خدا. نه دیگه این نیازی رو بیبی. نیازی در کار خدا شوی. اینجاست. روانشناسی؟ مرا پیش دکتر دیوان ها آورده نورتن نه؟ نه جانم قسم نه. اگه میخواین دکتر دیوان ها نگویم و روانشناس بگویم، ما یک وقت میرفتم بنیم. راستی میگی؟ عصر مدرن است، همگی ما وضعیت دشواری داریم. همتونست؟ ها آقا کان راست میگه. هر کس وضعیت دشواری داشته میتونه. مثلا قسمه که حال ما دارم. تو را چی شده دختر؟ راستی هم تو چی وضعیت دشوار داشته میتونی کامران؟ میخوایم تشناب برو. چی شده؟ کدام چیز جدی است؟ نه خیر، اما برای چند هفته مسئولیت همسرتان بیشتر شده میتونه. همسرم عروسی نکده؟ نه نکدیم، اما بزودی عروسی میکنیم. نامزاد هستیم. خب پس تبریک میگم، اما خوب شدنتان کمی زمان کار داره، به خاطر که استخوان کمی درس کرده. به هر صورت جانم پریشان نشو، کافی است رابطه ما درز نکنه. ایره بگی ایرام دوبان فهمیدی؟ هلا گل از اینجا برات یک ویلچر پیدا کنم، درست است؟ آی نه جمال ضرور نیست، ما در ویلچر چیز نمیشینم. توبه اما گل خودت گپای دکتر خوش شنیدی نه؟ بله شنیدم، گفت باید همسرت به 1-2 هفته از تو مواظبت کنه. درست است گل، بیا زود داخل از شرم رنگم سرخ پرید. راستی متوجه شدی؟ او اولین کسی بود که ما را خانم و شوهر فکر کرد. او را حتما باید در عروسی دعوت کنیم جمال. درست است، حتی اگر میخوایی شاهد نکای من باشم. من به خاطر که پنهانی نکاح میکنیم با یک شاهد پنهانی هم ضرورت داریم. پس درست است. حالا بیا از دستم بگی. درد میکنه؟ کمه. دکتر بچیم نفری سابقه. وای 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 وای،
یعنی که بالاخره یک گپ مرا شنیده و گله به خاطر معاینه به شفاخانه آوردی. تو چی میخوای بگویی کان ها؟ کان راست بگو، تو حالا میخوای چی کنی؟ به خدا من کار نمیکنم گل، اما دوستی که همراهیت هست میخواست که تو را معیوب کنه، اما حالا فکر میکنم که از تصمیمش منصرف شده. جمال لطفاً بانش. میخوای چی بگویی ها؟ دروغ است؟ دو روز میشه دختر بیچاره را ناخذیت میکنی جمال. یعنی منظور تو ای است که از قصد به گل درد میتام اما تو راست نی؟ ای که میفهمی نمیفهمی یا میگی نمیگیره نمیفهمم. آی بس از دیگه چتیات نگوین. راست میگه دیگه چتیات نگوین. بیازو خوب نیستم، وضعیت روانیم خوب نیست بیادر. تو را چی که در بین شفاخانه خال مخال میکنی ها؟ دوستا حالت روانی بنیامین خوب نیست. چی شدش؟ میگن روانی موانی شدی بنیامین. محترم از دستم رفت نه؟ میگه محترم رفت. تو نمیگفتی که محترم به عنوان توفه موندی، حالا چرا ناله داری بچه؟ بالاخره جدایی به انسان مشکل است. قبلا قسم وضعیت ندیده بودم، بار اول است که قسم شدیم بچم، یعنی پشت محترم دل انداختیم. فکر میکنم حالت دوستت خوب نیست. دوستم بیازو ناامید است. پای چطور است دکتر؟ چی گفت؟ پایم کسر کرده. حالا جمعی بیا بریم. سلو بچم. توبه اینه ایسو، ما برات گفته باشم این دختر آدم از انسانیت بیرون میکنه. بله، از آدمیتون بیرون میکنه، از انسانیتون بیرون میکنه. بیازو دهال فرار است. ای وای به نظرم تو هم به خود یک نمره بگی. نمره چی؟ نمره دکتر روانی. تو رو ببینه، اشاره تو هم سرخ شده دکتر بچیش. چی شده؟ راست میگی مام، یکی بگیرم هرچی نباشه حال دوتا. آی دقت کو گل. ایران جوانم. گل تو همیشه چند دقیقه منتظر باش، من تا بخش فیزیوتراپی میرم، نتیجه معاینات میگیرم میایم. درست است. ها خواهر آوردم. تو به همگی اعلان کو دختر، خداوند جزایت بته. های کاموران به خدا احمق هستی ها. بیا ادرار آوردیم داخل ببریم. ها بیا خواهر بگی. بس است بنیامینه شورنته. چرا بچم؟ پایت شورنته بس است. سعی سیلاکو بیا در ناق اینجا منتظر هستیم، یعنی با موتر کنم راه حل دیگه پیدا نمیشه. ما چرا اینجا آمدیم؟ بیازو به موترت راه حل پیدا نمیکنه، به تو راه حل پیدا میکنه. اما چه قصه؟ موتر پس میایه یا نه؟ بنیامین اینجا کارخانه موتر است، اینجا شفاخانه است. آخه از اینجا بریم لطفا. ناق چرا اینجا منتظر باشیم؟ بس فهمیدی که از من خود چیزا نفهمیدم. توبه بیا زاله میاد درباره موترم سوال پرسان میکنم، وضعیتم از بد بدتر میشه. لطفا بریم، بخیک از اینجا بریم. واقعا که خدا خوب احساس نمیکنم دکتر. بنیامین تو چرا سر آقای کن چیخ میزنی؟ چرا سر آقا کن چیخ بزنم نورتن؟ نیم ساعت میشه که اینجا ناق شیشته منتظر هستیم. روانشناس چیز از دستش نمیایه. نمیفهمم چه قسم تشناب رفتن بود که نیم ساعت طول کشید. توبه خدایا، وقت رفتن آمدن فراموش کردیم. چتیات نگو، چپ باش. آی نورتن، ما چی وقت چتیات گفتیم که حالا چتیات بگویم؟ چی چتیات گفتیم ها؟ به خانما کسی میگه که تشناب رفته بودی؟ کمی احمقانه رفتار کردی بنیامین. آی وای بس فهمیدی کس. آفرینت نورتن، بسیار خوب درس میدی. فقط که من نمیفهمم که به خانما چی بگویم. سرم گپ نزنین، حالت روانیم خراب است. درست است. چرا باش خودت گفتی که اینجا بیاییم؟ بنیامین گالاس ها بیبی؟ نه اینجا هستم. چرا چیخ میزنی؟ توبه. بنیامین خواهش میکنم بس است دیگه، کمی آرام باش. درست است. دکتر امی است. امی منم معاینه میکنه. ای باید اول خودش پیش دکتر بره خبری رو ببینه. کسی کی رو ببینه خودکشی میکنه. اگه پیش از این برم خودکشی میکنم. سایکو عجیب سعی میکنه و خنده میکنه. نورتن واقعا برام فایده نمیکنه. بنیامین درست است، او دکتر نیست. درست است. حالا بیا. نباید باشه. بیا بریم داخل بریم. دکتر تو فقط آرام باش بنیامین. آفرین. حالا بنیامین زود شو برو. اگه اینا ببینم من خودکشی میکنم. منتظر باشیم نریم. خب درست است. تو داخل نمی؟ نه خیر. برو قوارت نشانم ندی. آرام باشین. چرا چیخ میزنین؟ توبه میبخشین. چرا باید چیخ نزنم؟ حالت روانیم خوب نیست، به خاطر آرام شدنم غال میکنم. فقط یک آدم نورمال اینجا میایه. وقت موترت خراب شوه به مستری خانه ببریش، مستری از تو پرسان میکنه که چرا موتر خراب آوردی. بیادر دلیل جالب گفتی آقا.
نهال؟ نهال؟ اینجاست؟ نهال؟ اینجاست؟ نهال کی است؟ امو که در مقابلم استاده است. خدایا توبه، گفتن انسان ها مشابه می باشن. توبه، بسم الله. نام شما چی است؟ نامم آیناما. آیناما دیگه چی است؟ آیناما همون دیگه چی منامیتا؟ من نفهمیدم. آی به مانای ماه، یعنی عیناً مثل ماه، یعنی که من مثل ماه هستم. آیناما. آین نه دیگه در زبانم جور نمیه، گفتن نمیتونم. بهتر است که به شما آی بگویم. توبه توبه، بعد از اینکه اینجا می آمدم اگر دوستایم پرسان کنن کجا میری، مجبور هستم بگویم که با ما میرم. توبه، مرا چی شده؟ یعنی شما مطمئن هستین که دوباره اینجا میایین؟ نمیفهمم چی بگویم که دوباره میاییم یا نه. یعنی من مریضتان هستم نه خانم دکتر؟ یعنی اگه خوبم شدم به خاطر تشکری کردن، به خاطر چای خوردن، به دیدن شما حتما میایم. توفام میارم، توفایی که تنها در قونیه در قریه ما پیدا میشه براتان میارم. من از قونیه هستم. شما از کجا هستید؟ قصر سفید. قصر سفید؟ قصر سفید. اونجا براستی کدام قصر سفید است؟ بله براستی است. سابق خود قصر سفید نبود؟ بله بود. از قصر سفید استانبول؟ نه خیر. از قصر سفید انقره؟ نه خیر. حالا از قصر سفید قونیه؟ بله. امکان نداره، هموطن در آمدیم. وای توبه توبه، گفتم چراغ خدا به شما نزدیک احساس میکنم. توبه توبه، به خاطر که وقتی نام قونیه را شنیدم کل چیز فراموشم شد. پس من اینجا میشینم سعیس، حالا شروع میکنیم دیگه. بفرمایید. من دراز میکشم. حالا دیگه به دوران طفولیتت برو بنیامین. راحت به دوران طفولیتت برو بچیم. حالا دیگه جلال بچه، اونجا چی میکنی؟ هیچ کاکا یوسف، کار یاد میگیرم. تو کار یاد میگیری بچه؟ امی قسم نظارت میکنم دیگه. نظارت دیگه چی است؟ با نظارت کسی کار یاد نمیگیره. تو به خدایا، به خاطر کار یاد گرفتن باید خودت کار کنی بچه. چرا به گپ نمیفهمی؟ اینا رو یک یک جمع کن، فهمیدی؟ کار قسم است. تا شام باید خلاصش کنی، کلشانه باید جمع کنی. حالا دیگه یک یک تا جمع کن. بیبی تو به مشتت گرفته جمع کن. اینا رو به دستت بگی خم شو، کم خم شو، بگی در دستت. همه قسم باید تمام اینا رو جمع کنی. همه قسم؟ بله همه قسم باید تمامشان رو جمع کنی. کمال کجا سو بکاره؟ کارا یاد میگیرم خسار. گفتی خسار احمق؟ چرا من خسار میگی؟ من کسی هستم که میخواستم همراه هلال عروسی کنم. اگه هلال برام نمیگفت حال دامادت میبودم. دیگه من خسار نمیگی، فهمیدی؟ مرا سلکو، اینجا جای کار است، در محل کار من خسارتو نیستم. این گپا نیست اینجا. خب صحیح از قار نشو، اما من ازت یک چیز پرسان میکنم. پرسان کو. شما از این گوا نگهداری میکنین نه؟ آیسته خب کدام وقت شده که از زیاد خوردن دم کرده باشن؟ نشده اما اگه این قسم تو طرفشون علف بندازی کل اینو از زیاد خوردن میکفن. کارا یاد میگیری. این قسمی تو کارا یاد نمیگیری، از تهداب باید یاد بگیری. تهداب کجاست؟ نشان بده، کیره میترسونی؟ ببین بسیار گپای کتا میزنی. بیله بگی. بیل از دیگه. در کجا کلان شدی؟ در استانبول؟ بیل از نامی را نمیفهمی. این طرف بیا بچیم. او خسبی نمیشه، اینجا بیا. بالا شو. گوش کن، کثافت های زیر حیوانات پاک میکنی، فهمیدی؟ یا همراه از این بیل که در دست دست میری کثافت ها رو پاک میکنی، کلشان رو جمع کن، فهمیدی؟ این بیل از بچه، بیل. اول نامشو یاد بگی. ما تباه شدم به خدا. یا من قسم ایران سیل میکنه. به خدا کدام چیزی فکر میکنه، اما نمیفهمم چی فکر میکنه. گوش کن چی میگم دختر. ازت یک چیز میپرسم. در این وقتا وزنم زیاد شده؟
نه تو لاغرم شدی. این گپ دیگه از کجا شد؟ امروز صبح یوسف برم گفت که وزنت زیاد شده. نه بابا، در وجودت هیچ تغییراتی نامده. ماما قسم گفتم سیبل جانم چاق است، اما میگه به او خود چاقی میزیبه. ها، یعنی میگه به تو چاقی نمیزیبه؟ دقیقاً با تو خو غیر مستقیم گفته، اما با من با طرف چشمایم دیده گفت که من سیبل خوشم میآید. تو با خدا جانه گوش که چی میگم، این حال از ما خوششان نمیآید. در قدر سال ما مویای خدا در خانهشان سفید کردیم، اولادایشان کلان کردیم، آخر سیبل بیایه و عقلشان از سرشان ببره. مادر، البته که پدرم از سیبل جان خوشش میآید. نمیبینی که زنک آرایش کده هر طرف چکر میزنه؟ ما میبینم. حالا میخوای که ما آرایش کنم؟ آرایش کو. خانمایی که همسنت از تلویزیون نمیبینی آرایش میکنن و مثل مدل‌ها در سرک چکر میزنن. تو از اونا چی کمی داری؟ خودت از اونا چی کمی داری خال اسما؟ این دختر راست میگه دودو. چی میگم؟ او دختره که کامران آرایش کرده بود مارم آرایش نمیکنه. چطور آرایش نمیکنه؟ من او را میشناسم، آرایشتان میکنه. خیلی برو زود بیارش. علده درست است، من میگمش، من میرم میارمش. برو بیارش. ما از چی کمی داریم؟ اما تو نیست جانه. برم زنگ زده. بله اسنو. چی کردی دادایم؟ چی کنم دیگه؟ همراه اسما شیشتیم و چرت میبریم. سعیز خوب است. اونا شام به غذای شب میاین. چی میگم، زیاد مصرف به جای نکنی، فهمیدی؟ با شام فیلم رو پخته کن. اما جانم او را در سال نو پخته میکنیم. نه دلم گوشت فیلم مرغ شده، با شب آمادهش کن. شوربا آماده کن دودو، فهمیدی؟ فهمیدم، آماده میکنم. چی میگه؟ میگه دلم گوشت فیل مرغ شده، میگه غذای دلخواه ما آماده کن. توبه. ایره چی شد خواهر؟ با رحمت خداوند رفت. توبه. جمکو سواره نوکی نتونم. اسما یوسف، ما شام خانه حسنوشان به غذای شب میریم نی؟ حسنو دلش گوشته فیلم مرغ شده. از خودشان حلال کنین. حال نیست، عمر خدا به شما بخشید. هیچ احمق بیشرف است، به خاطر که مال خودش ضایع نشود دروغ میگه. سر فیلم مرغ ما چشم دختر. نه جانم، در پیش چشم مرد مشاهد هستم. اگر اجازه میتی فیلم مرغ خود ما را برشان بتیم. درست است، ما درست است، حلالش کنین. حالا حداقل از او مستفید شویم. خوب است جانم، خدا. جمکو احمق. حالا جمکو. وای خواهر بیبی ایام همو تو حیران شیشته. دختر اینجا حلالش کنم یا در خانه برده حلالش کنم؟ نه جان شیرین است، خدای نخواسته فرار نکنه، بهتر است کم اینجا حلالش کنی. بگو دودو. جانم بیبی برای چی میگم؟ وقتی آمدن همراهت یک دانه فیلم مرغ. چرا دودو؟ از ما مرد. تو به خدایا از یوسفشان حلال کو، حداقل او را پخته کنین، دیگه چاره نداریم. از کجا حال فیلم مرغ پیدا کنم؟ نمیشه. نه او هم بعد از فیلم مرغ ما عمر خود به تو بخشید و مرد. چی میگی؟ راستی که مرد؟ نه جان خدا به تو بخشید، بالایش هنوزم تکان میخوره. چی میگی؟ من گفتم میرم که فیلم مرغ مرد، اما تو در پیش ما دراز افتاده. آله که دلت شده از رایت یک تا فیلم مرغ بخر بیار تا برات پخته کنم. نه من منصرف شدم، نمیخوایم. تو خود گفتی دلم شده. زلکه من خود دلم هر چیز میشه، در قصه دل من نشو. من فیلم مرغ خریده نمیتونم، بعد از سال نو بازو مودش میره. حالا هر قدر به پال ما فیلم مرغ پیدا نمیشه. تو هر چیزی که در خونه از آماده کو، زیاد مصرف نکنی. فهمیدی چی گفتم؟ مصرف نکن.
زیاد مصرف نکنی ایتو کو اوتو نکو ایره پختکو اوره پختن نکو فقط که من نوکرش باشم خواهر پرگویی کدم میره. کمال امر کو رئیس از کجا شد؟ وقتی برات رئیس میگم قار میشی خسرو میگم قار میشی خیمه چی بگویم من چی بگویم میموری کوکاوسنو بگویی؟ میتونم بگو کوکاوسنو اونا را به سعی آدم باری جمع کن باشه فهمیدی؟ من اونا را سر مردم مفروشم فهمیدی خرابشان نکنی. خداحافظ. سعی جمع میکنم توی خسرو مرا ببین حتی کثافات حیوانات با پیسه مفروشن. خب دیگه من میرم خانم سما. زنده باشی. بسیار تشکر. خواهش میکنم نیازی بیادر برای چانس خوب میخوایم. چه باش دختر ازم یال هیجانی شدیم. آی هیجانی نباش. همین قسم خوب است نه؟ خب دیگه خداحافظ. اینا چی هستن؟ آی چرا این کارا کردن؟ سما خواهر خوش آمدی هلال. خوش باشی. چطور هستی؟ هیچ نپرس. چی شده؟ مادرمشان به نقطه اساس زندگیشان رسیدن. به خاطر آرایش کردن به تو ضرورت دارن. حداقل اونا رو دهی تصمیمشان تنها نمان. البته که نمیمانم. درست است. صبر کن وسایل گرفتم میایی. حالا دیگه منتظر هستم. بله خانم محترم کجا میخواین برن؟ بان فکر کنم. ها با یاد داری جایی که پایم کسر کرد؟ یک نفر بسیار صمیمانه مرا اونجا برده بود. اما نامش دقیق به یادم نیست. شاید آشکیا بوده باشه نیست؟ بله امونجا بود. لطفاً امونجا بریم. های هر قسم خانم محترم بخواین. توبه جمال کاموران از کجا شد؟ حتما از آسمان افتاده. کاموران کمی متوجه باش چی میکنی؟ چطور هستی جمال؟ چطور هستی هم میگه؟ من خوب هستم چیزی نشده. کافی است کمره تو رو بروشم. درست است چیزی نشده. خوب هستی؟ خوب هستم خوب است. تو اینجا چی میکنی؟ چی کنم کاموران به خاطر نشان دادن پای گل به شف خانه اومدیم. تو اینجا چی میکنی؟ کاموران به شف خانه آورده بودمش پای گل کسر کرده بود. خوب است دستیت پشت سر شاندیش. یعنی میفهمی که پیش روی جای من است. آفرین با تو. یک دقیقه صبر کن. گوش کو چی میگم. پیش روی جای من است. تو همیشه پشت سر میشینی فهمیدی؟ طرف من بیبی کاموران اعصاب من خراب نکن که خوب نمیشه. چی از دستت میاد ها؟ با اون پای چی میتونی؟ مرغابی زد. تو اینجا بیا کاموران اینجا بیا کاموران کار دارم. درست است صبر کن گل چی میکنی؟ درست است صبر کن دیگه. حالا تو هم برو کاموران بعداً گپ میزنیم. درست است وقتی که تو میگی برو ما میرم هرچی که نباشد تو شوهرم هستی جانه. از مام او چی بنیامین نیازنیم خراب شده بود. حالت روانیش خراب شده. ما هم از امو خاطر آمده بودیم. خوب است ما فقط که با تشویش بنیامین بودم. حالا خداحافظ کاموران. حالا جمال. خداحافظ جمال. گل لطفاً گل چی میکنی؟ کاموران چی میکنی؟ گل جمال شیشه رو بالا لطفاً کاموران لطفاً دیگه خدایا. جمال باز کم میزنیم نه؟ خدایا با تو پناه میبرم. خداحافظ کاموران. خداحافظ جمال. بای بای. آی جماله. با خدا دوستا ای بار حسنو و یوسف رسما خویشاوند میشن. اون چک خویشاونده. بچه کلان هنرمند مثل سیول جان از دختر یوسف خواستگاری کرد. البته بیا زمام شنیدیم گفت اگه دعوتم کنن در عروسیشان 2 تا آهنگ میخوانم. اگه سیول جان گفته میایم آهنگ میخوانم پس حتما میخوانه. باز ببینه. البته اگه عروسی شود. توبه ای دیگه چی مانا میته؟ مانا نداره کاکا عثمان. عروسی اینا چی وقت بسر بوده؟ نه دوستم ای بار هر دو طرف یک عروسی با شان و شوکت و بیجوره برگزار میکنن. باز میبینن. آخر سیبل جان دختر خواستگاری کرد. مثل که ای بار کسی از مصرف فرار کرده نمیتونه. وای نیازی رو ببین.
دوست گفتیم، همراز خود ساختیم. چی برآمد؟ ما و تو با هم جنگ کردیم، او خود کنار کشید، گرفته سماره، گپ داده. افسوس افسوس صد افسوس. به می خاطر خیلی بالای ما کار میشد ها؟ وقتی من گفتم دوستش دارم بالای من کار شد، وقتی تو گفتی دوستش داری بالای تو هم کار شد. به خبر از اینکه بهترین دوستم او را زید چشم کرده. شغال ما بعد از این سمار کار ندارم حکمت. اما هم نکسش نیستم. اما باید نیازی را یک درس بدیم. حتما برش درس میتم. انت انتخابات رو پیش من میایه. وقتی که ازم رای خواست باز ببین که من چی میکنم. کور شو مگه برش رای بتم. سلام علیکم. صبح دوستا و بیادرای گلم بخیر باشه. چطور هستی نه؟ خوب هستم نیازی. تو چطور هستی؟ خوب هستی؟ خب دیگه امروز بهترین روز زندگیم است. خیرت است. چرا بهترین روزت است؟ اولین روز سال نو است. نه در دل من تو یک هیجان است. بسیار خوشحال و سرحال هستم. پرسیدم میتونم از کجا آمدی؟ با موتر بنیامین کم چکر زدم این سوسو رفتم. بسیار شیک شدی. زنده باشی. پیشتر خانه رفتم، اونجا لباسای من تبدیل کردم. ها درست است. دیگه چی کردی؟ دیگه چی کردم؟ هیچ چیز نکردم. در خانه چی کنم دیگه؟ مطمئن هستی کار نکردی؟ یک بار خوب فکر کن. میگم کار نکردی. می چه قسم سوال کردن است؟ تو به مرا تشناب گرفته بود. وقتی خانه رفتم یک دفعه تا تشنابم رفتم. میخواستین امیرا بفهمین؟ تو از دست شما توبه کردیم. میخواستین دمی سن ما و شما حساب بتون بچه‌ها. عجب آدمایی هستین. روز بخیر بیادران. روز بخیر نیازی. خوش آمدی قریادار صاحب. روز بخیر نیازی. تو چرا این چوکی سیاست خالی میمانی ها؟ رخصتی رسمی بود دیگه. ما هم کم تفریح کردم. کار تا چی وقت بالاخره ما انسان هستم باید کم تفریح کنم دیگه. راست میگه. نیازی بچه مرا ببین، موضوع عروسی کاکا یوسف و کاکا حسنا چی خواهد شد؟ به خدا هر چی فکر کردم هیچ چیز در ذهنم نامد. تنها کسی که میتونه مشکل حل کنه جمال است. فقط جمال میتونه حلش کنه. ما من حیث دوستش هر چی که بگویم ما در کنارش هستم. اگه کسی برخلافش است از امیال بر ما بگویه که ما بفهمیم در مقابل چی کار کنیم. ببینین موقعیت ما مشخص است. یام کلاین هر کس میتونه بیای تغییرش کنه. تو این قواره را ببین، قوارهش ببین، تیم دادن است ایکو. کلاه را برش نشان میدم. حال وقتش نیست که کلاه خود تغییر بدیم. صدیق برام یک چای بیار بچه. چای میارم، حتما میارم. یک روز برات زارو میارم. بیبی خواهر تو باید ما را کاملا مثل سیبل جان آرایش کنی. کاملا اما تو. درست است. از او بهتر شویم اما کم نه. کم نه. درست است. من حلش میکنم اما برام یک جای مناسب نشان بتین که آرایشتان کنیم. یا همینجا میشینیم. درست است. غذا چطور خواهد شد مادر؟ او را تو آماده که دخترم. او قدر غذا را من چطور آماده کنم؟ دختریم فقط که آشک و من تو آماده میکنی. بیاز و من شوربا را پخته کردیم، دوغم آماده کردیم. تو فقط غذاهایی را که باقی مانده آماده کو. دیگه شوربا رو گرم کو. کار تمام میشه دخترم. تو میتونی دخترم. آی دخترم. حالا داخل بریم. آی خواهر چقدر مقبول خود شده. قدر غذا را چطور آماده خود کردم؟ به نظر دوباره چی گپ میزنن؟ یا فکایی گفتن یا حتما دکتر قطق داده دیگه. چون باش دختر چی قسم گپ میزنی؟ حتما به فایده یاز میتست. اشک از چشمایم سرازیر شد بس. هنوز خلاص نشده. او خسر بره بیعقل من است. او چی یعنی خریطه اشتباه باز کرد. محترمم از پیشم بخر. از خنده مردم. تو چقدر یک آدم جالب هستی. هنوز کجا شدیدی؟ تا رهایی نکنی رهایت نمیکنم. رهایت نمیکنم. رها کردن چی است دیگه؟ رها کردن چی است؟ او رها کردن که در هر فیلم و سریال وجود داره. امورم میگم جانم.
رها کردن. حال فهمیدم. زنده باد من فهمیدم که تو هم فهمیدی. بله. بعدن باز طولانی برم قصه کو. حال در بیرون چی است؟ مریض است. اونا را منتظر نمانه. توبه خلاص شد؟ بله. من هیچ نفهمیدم چقدر زود تمام شد. تو خنده کردیم، هم خنده کردم و با هم تفریق کردیم. حالت روانیم خوب شد. حالت روانیم بخی خوب شده. وقتی که آمدم موتر نبود، حالا که میرم موتر نیست. من هیچ چیز نفهمیدم. پس این موتر کجا شد؟ نه خیر، من برات یک مشوره میتونم. البته که اگر میخوایی موترت پس بگیری، برو و بگیرش. راستی میگی؟ بله. تو بسیار آدم مصمم هستی. اگر با این تصمیمت بری موترت پس گرفتم میتونی. هوش کنی منصرف نشی. هر راه را امتحان کو. موترت پس بخوای. زنگ نزده بیام یا زنگ بزنم؟ سعید پس زنگ زدم میایم. حالا بسیار تشکر میکنم. درست است زنده باشی. دکتر در داخل چی کرد؟ قصه کردیم نورتن. ای چه قسم قصه کردن بود؟ مثل که چیزی را قرد کرده باشی قاقاقاقا خنده میکنی. توبه اگه من یک انسان خندروی هستم و دگار خنده میتونم، ده ای گناهی من چی است؟ من خوی چیز نفهمیدم نورتن. حالا که بریم در خانه امرایت میفهمم زود شو. بس فهمیدی که از بسیار بد است نورتن. از دکتر بخیلیت میایم. من خو نفهمیدم به خاطر حالت روانیم خراب بود آوردیم. حالا که خوب شدم بازم تو سرم گپ میزنی. تو چه قسم آدم هستی؟ کامیون تار بیایم. هیچ ضرور نیست واقعا. این گپا برام بسیار خنده دار بود. حالا بریم زود شو. زود شو دیگه. شک نجاتم بده. توبه دختر چی؟ نتیجه معاینات دختر. نتیجه معاینات چی؟ نتیجه بیعقلی. نتیجه ملگیتا میگم دختر. حالا دیگه توبه او یادم رفته بود. خواه حالا برو بگی. سعیز میگیرم. حالا به لابراتوار برو دختر. حالا دیگه من یازمیتم از روح میسازم. درست است. میبخشین من نتیجه معاینات من میخواستم. البته. نامتان چی است؟ کاموران یا شباس؟ بفرمایین بگیرین خانم. آی زنده باد. جمال ما این موضوع کاموران چی خواد کردیم؟ به خدا گل در موضوع کاموران ما هیچ کار کردن نمیتونیم. حتی هیچ کس نمیتونه. حالا فقط اولش به خدا میکنیم. یعنی من میفهمم که تو چقدر مرا دوست داری. ایران بسیار خوب میفهمم که تو به وعده هایت عمل میکنی. دلم بسیار جمع است اما بازم در دلم یک حس عجیب است، مثل که در مقابل ما مانع ایجاد میشه. گل بعد از این هیچ کس مانع ما شده نمیتونه. تا وقتی خود ما نخواهیم هیچ مانع مقابل ما مقاومت نمیتونه. فقط با چند روز یک بار برای تذکره بگیریم، باز وقت همه چیز خوب خواهد شد. و چند روز بعد ما عروسی خواد کردیم. بهتر است که ما درباره عروسی خود گپ بزنیم. فقط همین. مثلا خانه ما کجا باشه؟ بله جمال بعد از عروسی در کنار بحر خانه بگیریم. خوب میشه گل، اما ما قریه را رها نمیتونم. درست است. پس درباره اطفال گپ میزنیم. میخوای نامش چی باشه؟ اگر بچه بود امید، اگر دختر بود آرزو. چرا؟ چرا که تو هم آرزویم بودی هم امیدم. درست است. میخوای دختر باشه یا بچه؟
هر دوش؟ هر دوش. یعنی اگه بچه بود نامش امید، اگه دختر بود آرزو. حتی نام خواهر و برادرای اونا احمد و رویا باشن. اگه یکی دگام شد باز چی میکنی جمال؟ یعنی یک تا طفل کفایت میکنه. این قسم میشه گل؟ بیبی ما چند تا هستیم، شما چند تا هستیم. خواهر و برادر داشتن در زندگی بسیار مهم است. این هم درست است. یک بار فکر کن، بعد از فوت پدر و مادرت اگر خواهرت نمی بود چی میکردی ها؟ تک و تنها نمیموندی یعنی؟ راست میگی، اما ما از قدر طفلا چقدر مواظبت کنم؟ تو مواظبت نمی کنیم، ما مواظبت میکنیم. حالا داخل ده خیر ببینی. روز بخیر. روز بخیر. روز بخیر. خوش باشین. این آمدن. صدیق به ما و یوسف جانم یک گلاس چای بیار بچیم، از ماندگی کم از بماریم. بیار که کمی گرد والا او خلاص کردیم کاکاسنو. چند دقیقه منتظر باش من میارم. ما اشتباه شنیدم اسنو بدر. تو یوسف جانم گفتی؟ اسنو جانم یوسف جان گفت چی شده؟ تو اینا خب بین خود خوب شدن دوستا. ولی از خدا منصور، تو نمیفهمی که ما و یوسف جانم یکی دیگر از سابق دوست داریم؟ ما اسنو جانم از زیاد دوست دارم. دوستا حال که رابطه‌تون خوب شده یک عروسی شاهانه برگزار کنه. راست میگی. البته که عروسی بچه شیرین جمال است. مقصد لالا یوسف در عروسی هم دفعه پیاوه نکنی. نه دوستم، این باره تو یک چیز نمیشه. تو یک عروسی خواهد شد که 40 شب و 40 روز مثلا 4 شب و 4 روز ادامه خواهد داشت. نه خوب است. بله. یوسف راست میگه دوستم. نه که تمام مصارف عروسی با دوش تو است. به کدام مناسبت خلیفه عثمان؟ به کدام مناسبت؟ البته که تقسیمش میکنیم، نیمش از اون نیمش از من. اگر عروسی که خوردنی و نوشیدنی و تفریحش باشه دوستا، باز میبینین بیاین ببینین که چی عروسی میگیریم. 4 شب و 4 روز سیر و ساتری میکنیم. 4 یعنی یکی 2 یا 3 روز 2-3 روز باشد. یعنی یعنی مثل محفل سال نو خواد بود. اما تو راست او چی است؟ بله یک چیز دیگه بگو. او قسم نخواد بود. بسیار اگر عروسی پرشر و شور خواد بود. سیبل جانم میایه و آهنگ میخونه. حتی شاید به شک بله خوبش. شما فکر کنین تو اگر عروسی را تا حال دیده بودین؟ خب دیگه بخیر باشه انشالله. انشالله. خدا من شکل شکلنگی بده. جلال جلال دختر دوست نزن. تو را چی شده؟ پدرم مرا به پدر تو داد به خاطر کار کردن. سرم بسیار کار کرد. فهمیدم، یعنی تو دمی روز اول از دست و پای ماندی. چی گفتی دختر؟ به هر صورت جلال پدرم سر تو حاصل زمین را جمع کرد. کل حاصل را جمع کرد. فهمیدم، از همین خاطر ای قسم شدی اما تو نیست. صبر کو جلال، من حال تو را راست میکنم. نمیشه در جانم دست نزنی. یعنی لالایم جمالی کارا خوب یاد دارم. جلال لطفا نترس، مامی کارا را خوب یاد دارم. یاد نیمم جور کرده بودم. مقصد خدا زیاد اعلانتی. فکر طبیعی. خدا دور بته. آفرین جلال. دستایتا برای من بته. مقصد پرزاد چیناییسته. آفرین جلال. خب آماده هستی؟ حاضر هستم. با خدا جور تیار شدم دختر. من خب برات گفته بودم جلال. باز قلب من از خود کردی دختر. تو هم با او شعرت قلب من را از خود کردی جلال. بسیار زیبا نوشته کرده بودی. خوشت آمد؟ بسیار خوشم آمد. حتی اونقدر خوشم آمد که 100 بار خواندمش تا حفظش کردم. به خدا. تو رو با قرآن؟ بله. خیلی یک بار دگام بخوان که از زبان شیرین تو بشنو. درست است. چی شده؟ جلال حال از هیجان شعر یادم رفت. به خدا. آفرین به خدا، آفرین به خدا. اما کمرم که خوب شد بسیار خوش شدم. من برات گفته بودم نه خوب میشی. اوی
آی کمال چرا برام هیچ زنگ نمیزنی؟ منتظر میباشم. زنگ نزدم اما چرا پرسان نمیکنی که چرا زنگ نزدم؟ زود سرم حکم میکنی دختر قاضی. چرا برام زنگ نمیزدی؟ ما کارا شروع کردم. جانم برآمد به خدا. کمال تو چرا قسم بوی میتی؟ عرق پیشانی از دختر چند ساعت است که کار میکنم. ای بوی عرق نیست، یک قسم دیگه بوی میته، یعنی مچم. سرگی نمیگی؟ بله همون سرگی نمیگم. در طویله کارا شروع کردم. در طویله کوکوسنو. خوب از در صورت تو حالا برو شاور بگی کمال به خاطر که بسیار بد بوی میتی. اتون همیشه باز ما و تو دیگه وقت میبینیم. درسته؟ فعلا خدافظ. ها؟ در اصل ما خو قبوی نمیتونم اما مثل که بینی خودم بند است. نابخت شده بریم دیگه. Ben gitmek istemiyorum. Ya ama doktorun dediklerini duydum, dinlenmen lazım. Ya evet tamam duydum. Ama ben senin yanında olmak istiyorum. Senden ayrılmak istemiyorum. Tamam Gül, ben de. O günlerde çok yakında gelecek, merak etme. Hadi kalkalım yavaştan. Hadi kalkalım. Dur sen. Ta. Ana kız ne güzel olmuşsunuz. Oldu diyorsun yani. Sen ne diyorsun ya? Yusuf amcayla babam sizi tanıyamayacak. Ay inşallah, inşallah. Neyse ben gideyim artık. Kızım bu da senin hakkın. ایام حقت. ایام از طرف واقعا به این ضرورت نیست. ای تو نمیشه اقدر زحمت کشیدی. حقا ببخش دخترم. بسیار تشکر. زنده باشین. آفرین به تو دختر لایق. ما دیگه میرم. خداحافظ. برو جانم. دخترم. ببین خواهر تا وقتی که اسنو و آقا یوسف بیایم ما اینجا میباشیم. پرده آرام کش میکنیم. فهمیدین؟ تو برو کارای بیرون کو دخترم. فهمیدی جانم؟ او کارا را به ما بون مادر جان. شما اوق زحمت کشیدین، آرایش کردین. امشب تمام کارای خانه را من میکنم. قربان دخترک امشب. مادر صبر کن مادر، آرایشت خراب میشه. ایگه پاره ها تو هم راست میگی دخترم. آقا کان بسیار زیاد تشکر. شب بخیر. قابلش نیست. شب بخیر. شفای عاجل بنیامین. زنده باشی دکتر صاحب، خدا از تو راضی باشه. مرا بیبی مواظب موترت باشی. پشت موتر نگرد. از ما گفتن بود دیگه دلت. حالا پشتش نگرد، راست میگه. خب خداحافظ. بریم که به شب آماده باشیم. زود شویم. به خاطر چی آماده شویم نورتن؟ شب به خانه کاکاس نوشن به غذا خوردن میریم. باز چرا اونجا بریم؟ باز چی گپ شده؟ به خاطر جمال و کاموران. نورتن نمیفهمی، ما پیش دکتر رفتیم تا سرد ما به شفاخانه رسید. من مجبور نیستم که اونجا را تحمل کنم نورتن. من نمیرم. دلت جمع. من نمیرم. اتو نمیشه جانم. بسیار خوب میشه نورتن. وقتی گفتم نمیرم دیگه. توبه. من مجبور نیستم که هر روی جمال و روی حسن را ببینم نورتن. دزن دکتر چی گفت برو پشت موترت بگرد نورتن لطفا دیگه. من به نیازی زنگ میزنم، زیاد کار دارم. شما برین الا دیگه هر چی میکنین. درست از بینوش بریم. مرا بیبی الا کلی موتر خسرو ما بریم بیار. درست از بینوش میارم. بله. بگو مشنو بنیامین. چه کردی؟ امروی موتر بلد شدی؟ یعنی؟ والا این موتر بدل من ایست اما چکر میزنم دیگه. مجبوریه. اگه چیز نکده باشی، موتر خوشت نامده باشه، با هم ببینیم. موتر از پیشت میخرم نیازی. نه جانم نه، حالا نمیخوایم بفروشمش. نیازی اینقدر زود آدم تصمیم نمیگیره. بان بشینیم گپ بزنیم ببینیم. تو کجاستی برادر؟ همیاله به دریاچه آمدیم. چیزی بر گفتن ندارم. وقت دلم شد که بفروشم برات زنگ میزنم. جدی هستم. مام جدی هستم نیازی. خداحافظ. برو خداحافظ. منصرف نمیشی بنیامین. هرگز منصرف نمیشی. منصرف نمیشم. السلام علیکم. دختر مقبول گزلکوی. علیک سلام کمال، خوش آمدی. خوش باشی. مادرم شان نامدن.
خاله اسما و مادرم در داخل هستن. آیتنام در بیرون است، همراه لالایم شعر یاد میگیره. دیگرها تا حال نامدن. ها خود صحیح است، من میرم دیگه. کجا میری؟ در بیرون منتظر میباشم، دیگه که آمدن همراهشان میایم. حال مزاحمت نشم. ضرورت به این کار نیست، برو در داخل منتظر باش. کمال تو این کارهای عجیب و غریب از کجا یاد میگیری؟ گفتی از کجا یاد میگیرم دختر مقبول؟ کسی که در بین کلگی به من نخیر گفت و مرا ناامید ساخت تو هستی. کسی که در بین مردم زیرپوشی سرخ در سر من تو هستی. بسیار کلیم سرت خراب است. وقتی تو در بین کلگی زیرپوشی سرخ به من دادی او بد نبود، کار ما بد بود. کمال تو میخوای سرمرش خند بزنی؟ دختر تو چی گفته میری؟ ما درباره او تحفه پرسان کرده بودم، گفتم بهترین تحفه بر سال نو چی است؟ وام برام گفت که بهترین تحفه زیرپوشی سرخ است. گفتن کسی که زیرپوشی سرخ بپوشه تمام سال مقبول میمونه، از خاطر برات خریدم. آی تو راست میگی کمال. البته که دختر من سر گپت باور نمیکنم. تو طرف چشمای مسایی کو. درست است کمال، باور کردم. ما بسیار پشت دق شدی، میره میفهمی؟ نمیتونی بفهمی، نمیتونی. اگه میفهمیدی کارا نمیکردی. تو مرا در بین آتش انداختی و سرمدگان تیل انداختی هلال یک دانیم. درست است کمال، چوب باش. صبر دختر صبر، در بغل نگی، سرگین بوی میتون. خیره که سرگین بوی میتی به من فرق نمیکنه. راست میگی دختر؟ ها احتیاط کن. ها جمال صبر کو، کم اینجا بشینه. درست است، اما نمیخوای با اتاقت ببرمت؟ اینجا میشینم، مرا دیگران خود بردن. درست است بیشی. آه اورم با من بتی. بسیار تشکر واقعا. در این صورت من دیگه هم میرم. درست است. وقتت خوش. خداحافظ. آی آمدی کو؟ آی کان تو اینجا چی میکنی؟ آمدم که به تو هشدار بتم. در کدام باره؟ درباره جمال. گل تویی احساسی را که نسبت به جمال داری یک احساس حقیقی نیست. کان تو میخوای چی بگویی؟ علاقه‌ای را که نسبت به او داری خارج از اداره تو است. اوف کان بلیاز خدا تو چی میگی؟ من نمیفهمم. تو را جادو کردن گل. چی؟ بله متاسفم. جادو کردن؟ بله 100%. اوف کان بلیاز خدا تو چی گفته میری؟ نه خیر ببی میتونم برات ثابت کنم. اینجا عکس از خودم عکس گرفتم. اوف کان مرا کی جادو میکنه؟ کاموران. ایم خواهر کاموران نورتن و مادر جمال دودو. کان یک دقیقه تو میخوای بگویی که کاموران همون کاموران را که من میشناسم مرا جادو کرده که عاشق جمال شوم؟ خب بله راستش وقت تو ببینیم کم منطقی به نظر نمیرسه، اما شاید اونا برعکس را میخواین، یعنی کارایی را که اونا میکنن برای تو هیچ خوب نمیشه. چطور یعنی؟ حالا واضح میسازم. اونا میخواین تو جمال از هم جدا کنن، اما جادو معکوس عمل میکنه و تو فکر میکنی که عاشق جمال هستی. گل آیا تو بوده نمیتونی؟ بالاخره این مردم به این کارا زیاد میفهمن، بسیار زیاد. گل تو خوب هستی؟ کان قسم میخورم 40 سالا مگه فکر میکردم باورم نمیشد که تو این چیزا باور کنی. کان بیبی من چی میگم؟ یعنی تو راست میگی اینا میخواین مرا جادو کنن؟ بله میخواین تو را جادو کنن. کان احتیاط کن. درست است؟ چرا؟ به خاطر که یک روز شاید خودت در میز نکاح همراه کاموران ببینی. رشخن نزن گل، من بسیار جدی هستم. کان من دیگه میرم. صبر کو برات کمک میکنم. زنده باشی نمیخوایم. میگه جادو کنه. اما
اوف. صبر کن. به نظر من تو باید زیر سرب تیر شوی. شب بخیر. خدایا گوش نمیکنه فقط که تحت یک جادو باشه، تحت تاثیر جادو عقل و ذهنش کار نمیکنه. هر چیزی که میگم به مغزش نمیرسه. آیا او را زیر سرب تیر کنم؟ سرب از کجا پیدا کنم؟ مرا گفت اما خودش باید از زیر سرب تیر شوه. این کار کی میتونه کنه؟ من چطور حال دی باره فکر نکرده بودم دی باره. چی گفتی؟ چرا؟ هیچ گپ مرا گوش نمیکنه سلطان مادر، هیچ گپ مرا گوش نمیکنه. کمی صبر کو، کمی منتظر باش بچیم. یک کمی وقت بگذره من همراهش گپ خود زدم. کمی صبر کو. باید صبر کنیم. کمی صبر کنیم. Bahçelerde kumdarı aman ben istemem o yari. Olursa o kız olsun aman 10 parmağı kınalı. Olursa o kız olsun aman 10 parmağı kınalı. Aman 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 da ben dayanamam. Sen küçücüksün de ben güvenemem. Aman 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 da ben dayanamam. Sen küçücüksün de ben güvenemem. Aman 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 da ben dayanamam. Sen küçücüksün de ben güvenemem. Aman 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 da ben dayanamam. Sen küçücüksün de ben güvenemem. خدا یارت منصور. آفرین منصور. خوش اومدی. شب بخیر. میشه در پالوی نیازی بشینم؟ بشینم که کم همراهش کار دارم. نیازی والا مامان یالا میخواستم برم بنیامین. بیا اگه میخوایی در جای من بشین. بیا زما حالا میرم دیگه، اینجا کار ندارم. خب دیگه شب کلتان بخیر. نیازی تو کجا میری؟ میشه برای ما بگویی؟ والا به خدا قسم است که از دیشب تا بالا هیچ درست خواب نکردم. بسیار خسته هستم. به خاطر کارای و برنامه بسیار کار کردم. کم دیگه کاراش مونده، باید اونا رو حل کنم و زود میخوابم. خب دیگه شب کلتان بخیر. خداحافظ. شب خوش نیازی. بخیر بری. خب به هر حال مام دیگه میرم. میخواستم امروز نیازی گپ بزنم. وقت او رفت مام دیگه میرم. با اجازه بکن خدا. برو بخیر. اینا میرم. بچم چی میکنی؟ صبر کو، سوتر دادانم داخل میکنی. اینا رفت. برو دیگه. حالا برو دیگه بنیامین. تو ایره بیبی ایره چه قسم حرکت میکنه؟ بخی کلش محترم از کار انداخته. ایره کجا خود ببره؟ صبر پیداش میکنم. خب حالا میشه که پیشش بریم سلطان مادر؟ حالا نمیشه بچیم. اول بان که او دختر کمی راحت شوه، حالا تو کس پشتش بیری بد میشه. یک چند دقیقه صبر کو، باز پیشش برو. شما اینجا چی میکنین؟ نمیبینی با هم شیشتیم دیگه. اما چرا دایی خونه که اینجا شیشتین؟ کمی کار داریم دخترم. منتظر خواهرت هستیم. منتظر هستیم که بیای همراهش گپ بزنیم. تو در این وقت کجا میری؟ کم قدم میزنم مادر کلان. گفتی قدم میزنی؟ در این وقت تنها میری؟ تنها میرم مادر کلان. خیلی همراه کی برم؟ من کمی قدم میزنم باز میایم. خب دیگه شب بخیر. شب بخیر. بفرمایید. زود بریم. شب بخیر. زنده باشی. شما
داخل بیا اوه کلگی اینجا شیشتن. خوش آمدی پدر. چقدر خوب کلگی یک جای هستی. شب بخیر. بله کل ما اینجا شیشته ماما. چطور هستی دخترم؟ جمال تا حالا نامده. میایا دخترم وا میایا اینجا بیا تو ده اینجا بشین بیا اینجا بشین. بیا در تو بشین. دیوانش بیا بشین دیگه. یک دقیقه صبر کو پدر. اونجا دادن چوکی میمانم هر دویتان راحت بشینید. قربان دخترم شیارم شما خیر ببینی. آفرین. بیشی حسنو جان. ای خدا جانه مادرت کجاست؟ مادرم در داخل است. صبر کو صدایش کنم. مادر دودو بیا مهمانا اینجا هستن تو در داخل چی میکنی؟ خیرتیسته چرا تو کارا رو میکنی؟ گفتم خود کمی آرایش کنم جانه. مقبول شده؟ بسیار مقبول شده چیزی نگو حسنو. ما خود دور از وقت میشناسیم که به خدا آرایش کرده. مره بیبی مادر شما کجاست؟ در داخل است پدر. صدایش کنه. مادر چرا یک جای صدا میکنه؟ مادر اوه تو اوزن اسما ایچی حال است؟ کمی آرایش کردم یوسف. مقبول شدیم جانم. شدی چیزی نگو فعلا چیزی نگو خیر است. بسیار مقبول شدیم ما خو از وقت ما رو میشناسیم کمی خدا آرایش کرده چیزی نمیشه چیزی نگو چه بوده بگی بچیم خیر است. بعد از این اما تو میباشی. درست است. در صورت اگه نمایش خلاص شده برین خزا رو بیارین. از گشنگی مردیم به خدا. کامران هلال حالا دخترم غذا رو بیارین. تا حالا خود جمال نامده. دخترم تو بلالای زنگ بزنه بگو پدرم پرسان تا میکنه زود خانه بیایه. برو باشیم زود باش. درست است پدر. چی میگی هلال بگو. پدرم پرسان تا میکنه میگه زود خانه بیا. درست است میایم درست است. Bir kız ile bir gelinin yar yar basıyor. Bir kız ile bir gelinin yar yar basıyor. İkisinin cüda düşmüş yar yarası var imanında yar yarası var. Hilal hilal kaşlarının yar yar arası imanında yar yar arası. آفرین بسیار خوب مینانی. دهانت برکت منصور. خوبش بود منصور. زنده باشی بیادر. مام دیگه میرم. کجا میری تو بیادر؟ پدرم زنگ زده بود به خیال مرا کار داره. جمال مواظب خودت باش. درست است. اما چی شده؟ حس میکنم بسیار چیزای بد اتفاقات افتاد. مواظب خودت باش. خوب است میباشم. شب بخیر. شب بخیر جمال. بخیر بری. احتیاط تو ادامه بده بخون دیگه. سعید بفرمایید خانم نهال.
بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. آی اینجا را بسیار خوش دارم نیازی جان. دریا ربیبی در باران چطور موج میزن؟ به خاطر که روبروی منظره باشین گفتم پرده رو بالا کنم. وای نیازی. من اینجا را بسیار دوست دارم چون مردم زیاد اینجا را بلد نیستن. به خاطر تنها بودن بسیار جای خوبی است. بفرمایید. ای گلا چقدر مقبول هستن. نه که تو این میزه ای قسم تعظیم کردی. ها خوشت آمد؟ بله چطور خوشم نامده. نیازی تو چه آدم با نزاکت هستی. این نزاکت های تو را بسیار دوست دارم. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم نظر لطفتان است. باش مام جمپرمه بکشم. آتش پرچگه کن. خدا جانت نگیره. ای جمال چی شد؟ از گشنگی نفس ما برآمد. به خدا خواهد کم دیگه منتظر باش. پس صبر که یوسف کلگی منتظر است. بسیار گشنه شده زن. شبه بچه کجاستی؟ قدر نابخ شده کجا بودی؟ بیا داخل دیگه. بیا بچیم. از گشنگی جانمو برآمد. بیا. نه اینجا بیا. ما اینجا را به تو نگاه کردیم. بیا بیا. برو بیا بیشی بچیم. ها تو اینجا بیا. کامران تو ایسو بیشی. بکش کرتی تا بکش. کمی راحت باش بچیم. بیگانه نیست از خود است. مادر بچیم کسی دیگه نیست مادرت است. مام نشناخته بودمش. چطور هستی جمال؟ زیاد وقت شد که ندیده بودیم. خوب هستم. من خوب هستم اما میبینم که مریضی آرایش کردن تو خوب شده و با مادرمشان سرایت کرده. دخترم حالا دیگه سوپ بنداز. اضاف میکنم میمونم. درست از پدر میارم. نترس نیترس. تو منتظر کسی هستی؟ نه خیر جانم منتظر کسی نیستم. امشب ما و تو تک و تنها میباشیم. به نظر مام تو بهتر میشه. تو به ما کم وقت بده. خب ما گارسون پیدا میکنم زود پس میام. درست است برو. مرا ببین. من یک وایلون نواز خواسته بودم. فکر کنم سرش نوقت شده. وقتی اومد نمالش که داخل بیای. درست است؟ به من خبر بده. هوش کنی یادت نره. فهمیدی چی گفتم؟ درست است. در غضب شوی نیازی. حالا برات نشان میدم. موبایلم خراب نشه یک دفعه. سلطان مادر جان بسیار منتظر ماندم. حالا دیگه باید گپ بزنه. برم زنگ است. من میارمش. درست است؟ از زنده باشی بچیم. بله سلطان مادر هستی؟ ها مستم. تو کی؟ تو پشتی نگرد که من کی هستم. فعلا نامزادت نیازی همراه نواست نهال در رستوران درمان غذا میخورن. تو کی هستی احمق؟ یک دوستت. تو آره دوست خدا بگیره. توبه خوبیان به درد نمیخوره. توبه ای چه قسم زن است توبه؟ بخیز که بریم. سلطان مادر باید همراه گل گپ بزنی. فعلا یک کار مهم برم پیش آمده. سلطان مادر بسیار مزه‌دار بود. خدا برکت بده. خیر ببینی. نوش جان دخترم پخته کرده. حالا که غذا خورده شد میخوایم یک چیز مهمه براتان بگویم. خوب است بگو دخترم. چیزایی که میگم مربوط خانواده مالدارا و خانواده زمیندارا میشن. توبه چی است بگو دیگه. چی است بگو. کاموران
کاموران جان خواهر تو برو بیرون زود باش. درست است من میرم. برو. انشالله خیرت باشه. ای از شما و یا هم از تو پدر؟ ای چی هست ها؟ باش ببینم چی هست؟ نتیجه معاینه حاملگی. حاملگی؟ حالا خوبش. آی دختره من نیستم، کاموران است. تو چی میگی دختر؟ کاموران حامل است. از این که خبر خوش چی است؟ از کی؟ دیگه از کی؟ جمال از تو. ها؟ با کانالی دیلوور HD ابونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید.